به صحنه با کمال احترام نماینده اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان محترم محمد داوود سلامیان، نماینده اتفاق نویسندگان تاجیکستان محترم اکبر عبدالله، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ محترم تاجیبای سلطانی، رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالق زاده و فرزند استاد لایق شیرعلی دلاور لایق را دعوت می نماییم. با کمال احترام سخن به نماینده اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان محترم محمد داوود سلامیان. سلام علیکم حاضرین محترم و محفل بسیار زیبای شعر سخن والای تاجیکی و یادبود فرزند فرزانه ملت تاجیک شاعر خلقی تاجیکستان استاد محترم لایق شیرعلی خوش آمدید. استاد لایق شیرعلی فرزند ملت تاجیک و یکی از نادرترین سخنوران ادبیات ما می باشند. امروز در باره استاد محترم در زادگاهشان و در قصری که با نام ایشان است از جانب اهل علم و ادب سخنهای خیلی والای گفته شد و دایر به آثار ایجاد نموده این شخصیتی ورزیده ادبیات تاجیک اندیشه های عالمانه و شاعرانه اهل علم و ادب ابراز گردید. یاد و خاطرات استاد محترم شعر تاجیکی لایق شیرعلی. سخن به نماینده اتفاق نویسندگان تاجیکستان محترم اکبر عبدالله. با عرض سلام و احترام، شعر از استاد لایق شیرعلی در وصف زنها از نام مردها. برای آن همه آشوب احساس، برای آن همه انگیز پرواز، برای آن همه ارشاد و الهام، برای آن همه آغاز و انجام، برای آن همه سوز و گداز من از تو راضیم ای هم نیازی من. برای آن همه آتش که در جان من دیوانه می سوزد، برای آن شرار دل که هستی مرا مردانه می سوزد، برای شعله های پاکسوز عشق که بعد مرگ چون شمع مزار من میان سطرهای شعر جاودانه می سوزد، من از تو راضیم ای غمگسار من. مرا که تا کنون دانسته بودم منزل زن چیست، تو فهماندی که دنیای دل زن چیست. تو فهماندی که زن در عشق مانند طبیعت با مه و با آفتاب و با همه سیاره های دور و نزدیک آفریدگار است. تو فهماندی که زن همچون خداوند تعالی زی پیغمبر تراشان سخت بیزار است. تو در من بهر من دریافتی آن مخزن را که گویی حفرگر اندر زمین حفریات باستان یابد بناگه کوزه طلا. بگیرد پاک سازد از غبار و گرد، جلایش را ببیند در نگاه شعله خورشید. تو در من یافتی صد مخزن نایاب، تو در من یافتی صد مخزن امید. مرا که چشمه بودم به دریا آشنا کردی، مرا که
در زمین بودم تو هم دوشی سما کردی. چی گویم باز ای حسن حیات من، چی گویم باز ای پرواز یاد من، برای چشم تابانت، برای عطر زلفانت، برای هر سخن، هر نامه، هر زنگ تلفنت، برای خلقت زیبا پرستی تو، برای آنکه هستی تو، من از تو راضیم تا زندگی را راه و منزل است. من از تو راضیم تا هستم و در سینه هم دل هست. با کمال احترام سخن نوبتی را به نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت محترم تاجبای سلطانی می‌دهیم. مرحمت. بار دیگر السلام علیکم حضرین محترم. پیش از همه از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شخصا از نام رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده، برگزاری تنتنه‌های بزرگداشت شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی را به همه شما تبریک و تهنیت میگویم. امروز یک روز بسیار خوش و خاطرمان بود. همیشه اهل سخن تاکید میکنند که 20 می روز شعر است. واقعا هم در همین روز ما شاهدی تنتنه‌های بزرگداشت استاد لایق شیرعلی گردیدیم. خدمت‌های استاد لایق شیرعلی در تحکیم پایه‌های استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، در تقویت بخشیدن ادبیات معاصر تاجیک، رشد و رونق بخشیدن ادبیات معاصر تاجیک واقعا بی‌نظیر است. باعث افتخار است که امروز از کودک خردسال تا شخصان برومند همه حتما که از شعرهای استاد لایق از بر کردند میدانند. ما در کدام موضوع اگر از ایجادیات استاد لایق خواهیم که برای خود یک بیت یک شعر انتخاب کنیم، حتما ما آن را دریافت میکنیم. از جانب اهل سخن، اهل تحقیق، محققان ایجادیات استاد لایق همه طرفه تحلیل گردیده است، ولی باز هم مشاهده ها نشان میدهند که هنوز حرف های نگفته زیادند. پهلوهای نامکشوف ایجادیات استاد لایق هنوز هم انتظار محققان خود هستند و امروز این چاره‌بینی بار دیگر اندیشه ما را تحکیم میبخشد که واقعا خلق تاجیک، مردم تاجیک محض با فرهنگ، با معنویات خود، با معنویات عالمگیر خود در عرصه عالم معرفی گردیده است، معروف گردیده است و استاد لایق ادامه دهنده سنت های شاعران گذشته ما بودند، هستند و خواهند ماند. حاضرین محترم، در این شام بسیار زیبا، در این شام بسیار دلافروز بار دیگر همه شما را با بزرگداشت تجلیل 85 سالگی استاد لایق شیرعلی تبریک و تهنیت میگویم و امیدوار هستم که این چاره‌بینی سالهای سال در یاد و خاطر همه شما عزیزان خواهد ماند. سلامت و سربلند باشید. سخن به رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالق زاده. السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، مهمانان گرامی قدر. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. دوستان عزیز، همه شما را به سرزمین قدیمه تاجیکان، سرزمین 5500 سالگی سرزم باستانی و پنجکند قدیم و شهر باستانی پنجکند صمیمانه خوش آمدید میگویم و با کمال احترام چاره‌بینی فرهنگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و افتخار 85 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی تحت عنوان مادر یک تاست تاجیکستان یک تاست را
кушода гуфта эълон менамоям. ҳамдиёрони азиз, меҳмонони барои мардуми панҷакенди бостонӣ, ниҳоят азизу арҷманд, ҳозирини гиромӣ, бо камоли лутф ва иродат ҳамаи шуморо ба маҳфили адаби фарҳангӣ бузургдошти 85-солагии шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи байналмилалии адабии Нилуфар, мукофоти давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, устод Лоиқ Шералӣ таҳти унвони модар як тост Тоҷикистон, як тост самимона хушомадед мегӯям. хело рамзе аст ки таҷлили 85-солагии устод Лоиқ Шералӣ маҳз дар арафаи ҷашни давлатӣ ва миллии мо 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи омодагиҳо ба ин санаи бузурги таърихи навини миллати кӯҳанбунёди тоҷик дар заминаи сиёсати фарҳангпарварона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва раҳнамоиҳову дастгириҳои бевоситаи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода таҷлил мешавад ва он баёнгари таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ба шахсиятҳои фарҳангӣ, намояндагони барҷастаи адабиёту фарҳанги оламшумули тоҷик мебошад. далели боризи татбиқи амали ин сиёсат бо дастури пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба ватан овардани мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратуллоҳ Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад ва бузургдошти 85-солагии шоири халқии Тоҷикистон устод Лоиқ Шералӣ аст ки ҳоло мо дар он ҳузур дорем. пешвои муаззами миллат ҳанӯз соли 2018 дар маросими ифтитоҳи кӯхи Лоиқ ва пардабардорӣ аз рӯи муҷассамаи дуюми устод дар шаҳри Панҷакент дар саҳни он ба хидматҳои бузурги устод дар таҳкими ватандӯстии худогоҳӣ ва пойдории ваҳдати миллӣ баҳои баланд дода аз байтҳои машҳури шоир бахшида ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ ки сарҷам шудани миллат ва рушди Тоҷикистон ибтидо гузошт ёдоварӣ намуданд. раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад, ҷанги девонавори мо бигзашт, сулҳи деринтизори мо омад. воқеан ҳаргиз тасодуфӣ набуд ки аввалин шоире ҳам ки аз байни қаламкашони тоҷик сулҳи деринтизори тоҷикон ва аз нав ба якдигар наздик шудани ононро табрик гуфт, устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ буд. шоири миллатпараст ва ватандӯст дар рӯзҳои оштии миллӣ кӯдаквор меболид ва бо қаноатмандӣ ба ҳама мегуфт ки боз аз нав вақти шодию сурур, вақти ҷуду нисор расид. хушбахтона имрӯз ормонҳое ки устоди зиндаёд дар шеърҳояш бо камоли ҳунар баён доштааст ба тадриҷ дар доираи сиёсати ояндабинона фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мунтазам амалӣ мегарданд. дар бораи вижагиҳо ва ҷойгоҳи эҷодиёти устод Лоиқ Шералӣ дар ҳавзаи адабиёти тоҷику форс ҳунари шоирии ӯ имрӯз дар конфронси илмии амалӣ таҳти унвони Тоҷикистон маҳзари ман ки дар толори кохи Лоиқ бо ибтикори Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бо иштироки олимону муҳаққиқон,
شاعران و اهل ادب و فرهنگ جمهوری ولایت شهر و بیرون از آن برگزار شد سخن رفت. ضمناً تا کنون اشعار استاد لایق شیرعلی در شکل مجموعه های زیاد و کلیات با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و راهنمایی رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده بارها به تب رسیده بخشیده به تجلیل 85 سالگی استاد مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکین کلیات استاد را در 2 جلد نشر نمود و آن به هواداران اشعار استاد لایق شیرعلی پیشنهاد کرده می شود. امروز در هر کوی و برزن، در هر خاندان تاجیکان، در همه گوشه های کشور، در هر معرکه مراسم شعرهای استاد لایق شیرعلی ترنم کرده می شود و چون عنعنه هر سال بخشیده به زادروز شاعر در مؤسسه های تعلیمی آزمون لایق خانی برگزار می شود. این دلیل معتمد شاعری خلق و بیانگری آرزو و آرمانهای خلق بودنی استاد زنده یاد لایق شیرعلی می باشد. درباره جایگاه سروده های استاد لایق شیرعلی در ادبیات معاصر تاجیک در بیان آرمانهای خلق با تکیه به نوشته های محققان اشعار استاد همین قدر افزودنی هم که او شعر معاصر تاجیکی را به اصالت ازلیش برگردان. وی در این راه کوشش های ناتمام استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی، پیرو سلیمانی، حبیب یوسفی و میرزا ترسونزاده را تمامی بخشید. میان شعرهای کنونی تاجیکی و آثار ماندگار رودکی، فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، مولوی، صائب، کلیمی کاشانی و بیدل پل ایجاد کرد که میان جانی شد. استاد لایق شیرعلی نخستین فرد است از میان شاعران معاصر تاجیک که جوهر شعر پیشینیان را برای معاصرانش کفش نموده سنت های ادبی آنها را از نو زنده گردانید. با پیروی هایش، با الهام گرفتن هایش، با آفریدن جام خیام، الهام از شاهنامه، دفتر غزلیات، ریزباران، با زبان تاجیکی شیردارش، با هنر رسای معنی آفرینی و تصویرگریش وی در واقع توانست که شعرهای گفته و ناگفته ملتش را به تعبیر خودش باز گویاتر، باز براتر، باز گیراتر و باز اعلاتر بگوید. با فکر من سبب اصلی شهرت سزاوار یافتن شاعر تاجیک در قلمرو ادبیات تاجیک و فارس خاصت در ایران و افغانستان محض در همین اصالت ازلی شعر تاجیکی پارسی دری را کسب کردن شعر او بود. استاد لایق شیرعلی با گفتن بهترین نمونه های شعر وطنخواهانه ثابت کرد که در واقع زندگی سراسر پر از شعر است. آن را فقط باید دید، دریافت و بازگو کرد. با این همه شعرهای عاشقانه او زیباترین قسمت میراث ادبی او می باشند. در گفتن آنها هنر شاعری استاد لایق شیرعلی در شکل بسیار عالی ظهور کرده است و می توان گفت که هزارها نفر جوانان با این شعرها اظهار محبت کردند. شعر استاد لایق مهر و محبت را بین جوانان پیدا کرد. شعر استاد لایق فرزندان با وجود آورد که امروز ننگ و ناموس ملت تاجیک را پاس می‌دارند. مادرنامه استاد لایق را برای اظهار مهر کی به مادر خود بیان نداشته است؟ همه ما و شما در جشن مادر
рӯзи модар, зодрӯзи модар, ҳатман аз модарномаи устод лоиқ шералӣ 2 шеър барои модари худ ҳадия мекунем ва сухан мегӯем. воқеан ҳамдиёрони азиз, меҳмонони гиромӣ қадр, лоиқ шералӣ дар адабиёт ва фарҳанги муосири тоҷикӣ кореро анҷом дод ки онро метавон танҳо бо заҳматҳое ки устод Садриддин Айнӣ дар ривоҷи адабиёт ва илму фарҳанги кунунии мо, хоса насри он ва аллома бобоҷон Ғафуров дар зинда гардонидани таърихи пурифтихори тоҷикон кашиданд баробар кард. хушбахтона дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, хоса раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода ба хидматҳои мондагори устод Лоиқ Шералӣ бо нашри пайвастаи ашъори новаш, баргузории ҷашнҳои 60-солагӣ, 70-солагӣ, 80-солагӣ ва ҳоло 85-солагии устод арҷгузорӣ карда мешавад. бо боварӣ метавон гуфт ки ашъори устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ минбаъд низ дар тарбияи ватандӯстии ватанхоҳӣ ва худшиносии миллӣ эҳсоси зебоипарастии боз чандин насли миллати тоҷик хизмат хоҳад кард. дар бораи ҷойгоҳи устод Лоиқ Шералӣ метавон соатҳо ҳарф зад. ман бо ҳамин гуфтаҳо иктифо мекунам ва барои ҳамаи шумо меҳмонони арҷманд ва ҳаводорони ашъори нови устод, сурудҳо бар ашъори устод ки аз ҷониби ҳунармандони номвари кишвар иҷро мешаванд, истироҳати бо фароғат ба ҳамаи шумо орзуманд ҳастам. бори дигар ҳамдиёрони азиз, кулли ҳаводорони ашъори устод Лоиқ Шералӣ, меҳмонони азизу муҳтарами барои мо ниҳоят гиромиқадр, ҷашни 85-солагии шоири халқии Тоҷикистон устоди зиндаёд Лоиқ Шералиро ба ҳамаи шумо муборакбод ва ба меҳмонони арҷманди ҷашнвораи устодро ки ба шаҳри Панҷакенди Бостонӣ омаданд, истироҳати бо фароғат дар сарзамини қадимаи Тоҷикистони азиз орзу мекунам. бигзор рӯҳи пурқудрати устод Лоиқ Шералӣ дастгири ҳамешагии бунёдкориҳои мо бошад. ҳамдиёрони азиз, меҳмонони арҷманд, ҳамин ободие ки имрӯз мо дар саросари ҷумҳурӣ мебинем, хоса дар шаҳри Бостонии Панҷакен мебинем, ин сахтгириҳо талаботи пайвастаи шабонарӯзии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст ва мо мардуми шарифи Панҷакенди Бостонӣ дар ин зодгоҳи шеъру суруду ғазал ҷонибдори сиёсати воқеии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ҳастем. чӣ хеле ки устод Лоиқ мегӯянд, ёрон ҳама ҷо, вале ватан дар як ҷост. ҳар санги ватан мисоли ҳайкал зебост. олам ҳама ҷо азиз, лекин бар мо модар яктост, Тоҷикистон яктост. тоҷикистон бо пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон доимо ба пеш. хуш омадед меҳмонони азиз. сухан ба фарзанди устод Лоиқ Шералӣ, диловари Лоиқ. ҳамҷорони азиз, меҳмонони хеле ҳамгиромӣ, ҳамчун мизбон, ҳамчун ба намояндагӣ аз хонаводаи устод Лоиқ ба ҳар яки шумо ки дар ин ҷашнвора иштирок доред, ташриф овардед ва ин меҳмонони азиз ки аз тамоми гӯшаи канори ҷумҳур имрӯз ташриф оварданд, қадам ранҷа карданд, изҳори ташаккур мегӯям ва дар аввал аз роҳбарияти олии кишварамон, аз муҳтарам ҷаноби олӣ изҳори сипос менамоям ва ҳамагон ёд дорем ки наврӯзи соли 2018
خودشان با دستان خودشان این مجسمه استاد را که در اینجا قامت افراخته است افتتاح نموده بودند و سخنهای پرمحتوا و پر از محبت را ابراز کرده بودند. و دوم از راهبری ولایتمان رجب احمدزاده که با قرار مخصوصشان این جشنواره را قید کردند و کوشش و غیرت ایشان بود که این جشنواره امروز برگزار گردید. و در آخر از راهبریت شهرمان از محترم دخالی خالقزاده رئیسی خیلی هم فرهنگدوست و خیلی هم مشفق و مهربان و اینچنین غمخواری مردم دیارشان اظهار تشکر میکنم که امروز این جشنواره محض با کوشش و غیرت و اینچنین با کوشش غیرت معاونت محترمشان این جشنواره برگزار گردید. و در آخر به همه همدیارانم که امروز در این جشنواره اشتراک میکنند از یکایک شما اظهار تشکر میکنم و مهمانان عزیز که از جمهور آمدند با نمایندگی از استاد گلرخسار، از استاد کمال نصرالله، استاد و اینچنین بسیار دوستی نزدیکی قبلگاه من استاد ستارزاده و همه کل استادان که امروز اشتراک دارند اظهار تشکر میکنم. از مهمانانی که از ولایت با راهبری رئیس شعبه نویسندگان ولایت سعودی استاد احمد جان رحمتزاد، استاد فرزانه و استاد آذرخش با راهبریشان که آمدند و نمایندگان اهل ادب ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان امینه شراف‌الدین و استاد خمرزاده یکی از دوستان قبلگاه که هستند در اینجا بزم اشتراک دارند و اینچنین از تمام شاعران جوان، ایجادکاران جوان امیدبخش امروزی ما که در این جشنواره هستند و پیروان استاد لایق هستند اظهار تشکر میکنم. و در آخر که استاد همچون یکی از شاعران وحدت سرا و اینچنین باعثی جمع آمدن شما هم نیست این مهر و محبت شما بر شعرشان هست با یک شعرشان به اتمام میرسانم. ما همه مردان مهنت زاده ایم، سینه بر امر وطن بگشاده ایم، بهر جبران همه قرض زمان جمله در پاس زمان ایستاده ایم. گر همه دارایی ما یک دل است، دل برای دست دوران داده ایم، هم به عزم و هم به رزم و هم به نظم وارثی عینی و ترسون زاده ایم. از نیمه سالهای 60 ادبیات ما را جستجوهای نوی استتیکی، روحیه خودآگاهی، تلقین حافظه تاریخی خلق، خصوصا ارزش‌های معنوی سرتاپا فرا گرفت. با ادبیات روح نو دمید. در این میان لازم می‌دانم خدمت‌های پرارزش شادروان لایق شیروی را در تلقین شجاعت ادبی، روح ملی و وطنداری، ستایش مادر و زبان مادری، احیای بسیار سنت‌های شعر عالمگیر ما با سپاس و احترام خاص یادآور شد. آید از شعر و سخن بوی وطن، بینم از روی سخن روی وطن. هر که نیرومند باشد در هنر، تکیه دارد گر به نیروی وطن. شاعری اصلی وطنداری بود، نه سخن بافی به موضوع وطن. شاعری آن است که با سوق شعر بی وطن را آورد سوی وطن. شعر از مهر وطن سر میزند، در فضای جاویدان پر میزند. با فلک پیما به کیهان می پرد، سکه بر ماه و به اختر میزند. مثل عینی بهر مردم خیش را گه به زندان گه به منبر میزند. مثل ترسون زاده با پیغام صلح قطعه قطعه حلقه بر در میزند. قصد شاعر از سخن آدمگری است، بی خودی هایش همه شوراوری است. گیتی را خورشید اگر روشن کند، سینه ها را کار شعر و شاعری است. در غم دنیا دل خود می خورد، در جهان تا جبر و ظلم و بربری است. الغرض با یک سری شوریده‌اش با تمام خلق عالم همسری است. کیست میگوید که ما یک بیغمیم؟ کیست میگوید که ما یک بیغمیم؟
ما در این دنیا فدای آدمیم. خون انسان هر کجا جاری شود، ما چو دریای بهاران میدمیم. شاعران خوب اندر زیر خاک، مرده و زنده اگرچه ما کمیم. تا بود عالم به راه انقلاب، عسکران انقلاب عالمیم. ما هم از مردان مهنت زاده ایم، سینه بر امر وطن بگشاده ایم. بهر جبران همه قرض زمان، جمله در پاس زمان استاده ایم. گر همه دارایی ما یک دل است، دل بر روی دست دوران داده ایم. هم به عزم و هم به نظم و هم به رزم، پیروی عینی و ترسون زاده ایم. سلام ای رفتن تشریف دیگر. سلام اردو بهشتی تازه و تر. سلام ای لایق امروز و فردا. سلام ای شاعری خورشید و دریا. سلام ای مرد راهی بیکرانه. سلام ای جاویدانه جاویدانه. توی بود و نبودم ملتی من، توی سمت سجودم ملتی من. سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. السلام علیکم مهمانان عزیز و گرامی قدر، حاضرین ارجمند، دوستداران اشعار ناتکراری شاعر خلقی تاجیکستان، شاعر وطن، شاعر درد و ارمانها، استاد لایق شیرعلی. حضور مبارک شما را به محفل 85 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی صمیمانه خیر مقدم میگوییم. باعث افتخار و سرفرازی است که بزرگداشت 85 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی در عرفه جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمده است. خجسته باشد اقبال تاجیک، با پرواز نوین شهبال تاجیک. گر استقلالش استقبال دارد، همایون باد استقلال تاجیک. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی را همچون ارباب بزرگ فرهنگ، حامی زبان مادری و وصاف وحدت ملی اعتراف نمودند. تشنه دریای شعر لایقیم، ما به حسن زندگانی عاشقیم. سوخت زادیم از تبار آفتاب، در رفاقت استوار و صادقیم. محفل امروزه نه تنها ارجگذاری به شخصیت و اشعار ناب این ابرمردی سخن، بلکه احترام به فرهنگ ملی و زبان مادری می باشد. در این لحظه های تاریخی با شکرگزاری از صلح و ثبات کشورمان، برنامه فرهنگی و معرفتی مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست که به مناسبت 85 سالگی بزرگداشت استاد لایق شیرعلی می باشد منظور شما می گردانیم. شعر و آهنگ و سرود من به نام ملت است، جمله ایجادم با پاس و احترام ملت است. جان من از ناتمامی پای بر غربت منی، رو به وحدت کن که آن فضل و تمام ملت است. سرود بیات 5 غزل ابو عبدالله رودکی، آهنگ کلاسیکی در اجرای
مقام سرایان انسمبل نوای پنجکن، در رقص گلدختران انسمبل رقصی دلارا. از بخارا تا دل من یک قدم راه است و بس، راه شعر رودکی و راه اجداد من است. من به این ره می روم بر دورتر، می روم پرشورتر. شعر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی اونقدر یابد شفا، چشمهای رودکی اونقدر بیناتر شود. بوی جای مالیان آید همیه، بوی جای مالیان آید همیه. چی داری
نیاسازم بنا گوشه داری بر اشکی خشتم هر سوسنی را بر اشکی خشتم هر سوسنی را دلم چون ارزنی عشقی تو گوهست چی سایی زیری کوه ارزنی را چی سایی زیری کوه ارزنی را ببخشای پسر بر من ببخشا مکش در عشقی رنجون منی را مکش در عشقی رنجون منی را بیا اینک نگاه کن رودکی را یارم یارم نازنینم بیا اینک نگاه کن رودکی را اگر به جان روان خواهی تنی را اگر به جان روان خواهی تنی را بیرم یارم سخن به شاعر خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله و شاعره شیرین کلام مهرینیسا بابابکова. مرحمت. یاران سری عزیز فدای سر کنید، در هر در ترنمی شعری دری کنید. شعر و سرود شعله درد و محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. سلام و درودی به پایان به همه حاضرین عزیز و مهربان، به همه آنهایی که در این لحظه های خیلی صمیمی و مقدس و لحظه های خیلی شیرین و گوارا، یعنی لحظه های جشن شاعری که واقعا دل هر یکی ما را با سروده های خیش، با نکته های حکمت آمیز خود، با محبت سر تا پا انسانیت شاد و ممنون و مسرور گردانده است. یعنی 85 سالگی استاد خیلی محترمی ما لایق شیرالی که برابر به زبان گرفتن نام معظمش، نام محترمش، همه در دل خود، در روح خود، در ذهن خود در برابر گفتن شعرهای عالی و
ناتکرار و نادر و الماسی در برابر این یک شخصیت خیلی زمینی و صمیمی، مغرور و سربلند و سرفراز، وطن دوست و عاشق ملت و میهن، یک انسانی واقعا زمینی که بارها و بارها ما همسفر بودیم به ایران. 3 مرتبه ما همراه استاد به ایران سفر کردیم و در چندین محفل ها شرکت ورزیدیم و در این شرکت ها انسانیت استاد لایق آنقدر بلند و ناتکرار بود که شاید کمال جان شما شاهد هستید. یک آزمون بود در اتحاد نویسندگان و آنجا همه شاعران جمع آمده بودند، بیش از 100 نفر از ایران بودن، از افغانستان، و یک آزمون بود و در آنجا همه ما شرکت ورزیدیم و شعر خواندیم و در جنبه از 5 نفر غالب آمدن که یکی از آنها خیرکنون استاد لایق شیرالی بودند و من هم در آنجا گویا غالب بودم و وقتی که جایزه می سپاریدند استاد لایق گفتند که من این جایزه را به شهریه بانو تحفه میکنم و شهریه گفت که نه استاد آخر این حق شما. اون کس گفتن که نه، شعر تو خوانده از شعر من بالاتر و بالاتر بود. این شخصانی که به این آزمون بها دادن لیک شعر تو را نادیده گرفتن. یعنی انسانیت لایق شیرالی آنقدر بلند بود که هرگز نمیخواستند که کسی را شکست دل کنند. یعنی روح استاد همیشه شاد باشد و ما در این لحظه ها واقعا یاد استاد میکنیم و من در سوگ استاد لایق شیرالی نوشته بودم که در خراسان سخن بهرام کو، لایق آزاده ایام کو، این زمین تشنه را آبی روان، این دل و این دیده را آرام کو. صحنه شعر و غزل جوید هنر، آن هنرمندی نکو اقدام کو. شاعران را تاج بودی در وفا، آن ادب آموز خاص و عام کو. عاشقان عشق را در بزم شعر، کعبه و عابد الهام کو. ای زرافشان عزیز ای جان من، شاعری ممتاز صاحب جام کو، لایق آزاده ایام کو. و واقعا وقتی که راجع به لایق میگم، لایق وطن دوست بودن و این جشنی که امروز در پنجکین برپا میگردد البته با دستگیری هم حکومت تاجیکستان هم حکومت ولایت و به واسطه غمخواری ها و تلاش سروری ان همین دیار آباد و زیبا عبدالخالق خالق زاده هستند که واقعا یک انسان صاحب معرفت، صاحب دل بزرگ و اینقدر کارهای شایسته و اینقدر برای جاوید گردانیدن هنرمندان، شاعران اینقدر نقش بزرگ دارند که واقعا من میگویم که لحظه که پندگویان رودکی ترک میگفت عالمی دوم پرورش، مالک اگر بودی در ملک او مومیایی می نمودی پیکرش. یعنی مثل اهرام بزرگ مصریان در 5 رود پیکری پیری خرد تا کهکشان سر می کشید. بعدها یعنی این خاک شاعرزاد با لطف کلام عاشقان عشق را پیوسته
در بر میکشید و امروز واقعا در همان لحظه که رودکی پندگویان رفتند و مالک در ملک ایشان نبود که تا جاوید گردانند. من گمان میکنم که با این جاوید گردانی های شما هر یک شاعر، هر یک هنرمند، چه در پنجکن و چه در بعد این رسم می شود در سراسری مثلا تاجیکستان که به شاعر، به عالم، به هنرمند قدر شناسی شود. تشکر به شما و از بس که استاد لایق وطن دوست بودن، من میگویم که وطن منم، وطن توی، وطن شما و ما، وطن به جان دفاع هم میکنیم، همه به هم تنی وطن. اگر نسوزم از غمش، اگر نسوزی از کمش، کی نور بخشد و صفا بر روزگار این وطن. مکان جاویدانه سور، درخت جاویدانه سور، مکان شادی و سرور به هر دمی که زندگی است. وطن امیدی من توی سراسر جهان اگر بگردم و صفا برم، یگانه تکیه‌گاه من نماد توی، وطن توی. سرم ببازم ای وطن، به نقد جان نبازمت، بسوزم و بسازم و بنازم و نوازمت، نه با شکایت و غریب، نه با تفنگ و تیر و تیغ، با مهر و محبت و صداقتم بسازمت. تو تکیه‌گاه من وطن، منم تکیه‌دار تو، تو مادری مقدسی، سرم در اختیار تو، تو ملک پر سعادتی، دیاری با سخاوتی، فدای با مبارک به دیده شاهکار تو، زی قهر قرنهای دور، تو پاره پاره پا سرور، نشانه زی سام و غور، زی آریان غرق نور به ما رسیده ای وطن، به مثل ناشکن بلور، مقدس و مبارک این زمین و خلق با غرور. تو پیش دادیان من، تو مهد خسروان من، تو سرزمین آرزو با اهل خاوران من، تو شان من، جهان من، برابری بجان من، اصالت و زبان من. وطن وطن وطن. مبارک باشد به همه شما این لحظه های شاد، روی شاعر شاد باشد و همیشه این دیار آباد و سربلند. شهر اوریان پنجکن، سرزمین سوزیان پنجکن. من بسیار متاثر شدم از سخنهای مهرنسای عزیز. اوستانت اوستان راستان، داستانت یشت‌های باستان. من در این دنیا چه دنیا داشتم؟ عشق سوزان، جان شیدا داشتم، مهر افزون، یاری یکتا داشتم، راز پنهان، داغ پیدا داشتم، یک دل همشور دریا داشتم. من در این دنیا چه دنیا داشتم؟ حق گزاران من شما را داشتم، جان نثاران من شما را داشتم. اگر ما خواهیم که سیمای استاد لایق، همه شهامت و بزرگی و همه نبوغ انسانی و شاعرشانه بیان کنیم، گمان میکنم که با خود همون استاد لایق به یاری میرسند. وقتی میگویند که دریا مجو
دریا مجو دریا منم، دنیا مجو دنیا منم. ببینید در همین دو مصرع، در همین یک بیت، تمام شهامت استاد لایق، تمام بزرگی، تمام نبوغ شاعرانشون، روح لا تسخیرشون، همش در همین یک بیت بیان می شود. این اندک سخن نیست. شما ببینید دریا مجو، دریای استاد لایق، واژه دریای استاد لایق در پسش صدها دریای دیگر دارد. واژه دنیا در این بیت در پسش چندین دنیاهای دیگر دارد. این سیمای اگر استاد لایق خواهیم در یک بیت بیان کنیم، همین دریا، دریای شعر استاد لایق. من سخنهای بسیاری اینجا تیار کرده بودم و موردی گمان میکنم که قلای نیست، لیکن میخوام گویم که من افتخار میکنم از اون که شاگرد استاد لایق هستم، شاگرد واقعی و راستینشون هستم و تمام تاجیکستان، تمام شاعرهایی که بعد از استاد لایق بودن، همشون شاگرد استاد لایق خودشون رو میحسابند و حق دارن و استاد لایق هم به این استادی حق دارن. لیکن من همون شاگردشون بودم که میرفتم و میآمدم و خط میزدن و راهنمایی میکردن و اگر یگان چیزک شده باشم به شرافت همین استاد لایق بود. استاد لایق، دریای استاد لایق، دریای ما. استاد لایق واقعا دریای بیکنار هستند، دریای محبت، دریای فضیلت، دریای وطن دوستی، تمام شهامت‌های دنیا در دریای استاد لایق همه چیز هست. این دریای هست که تمام کائنات در خودش تجسم میکرد. اندک دریا نبود، دریای استاد لایق، و امروز این دریا جاری است و امروز ما در ساحل همین دریا با شما نشستیم. دریای ما، دریای ما، دنیای ما، دنیای ما، شایسته امروز ما، فرخنده فردای ما. ای روی ملت، روی عشق، ای نصرت و سرجوی عشق، با کهکشانت زنده باش، پاینده در مینوی عشق. از حق کلام آورده ای، پیک پیام آورده ای، خورشیدهای عشق را بر این ظلام آورده ای. در ساحل دریای تو، در پاگه مجرای تو، در وسعت پهنای تو، با ماست روی و رای تو. ای تو زمان اندر زمان، ای تو جهان اندر جهان، ارمان ملت در دلت ره برده ای تا بیکران. فیض و فتوح ما توی، پیغام روح ما توی، صد چشمه عشقی زلال از عمق کوه ما توی. انوار هر شاعری که شایق است، هر شاعری که شایق است از آستین لایق است. انوار زرین سخن اندر جبین لایق است. دریای ما، دریای ما، دنیای ما، دنیای ما، لایقتر از او در کجاست ای لایق یکتای ما. چون صبح خندان آمدی، مست و غزل خوان آمدی، با فیض و احسان آمدی، گلخنده در جان آمدی. شعر تو چون سوری حق، چون سوری حق بر آدمان، شعر تو بخشیده از جان. ای لایق پاینده دل، ای لایق پاینده جان، پاینده چون روح زمان، با این فروغ بیکران. با ما بمان، با ما بمان، با ما بمان تا جاویدان، با ما بمان تا جاویدان. در پایه همین افتتاح مجسمه استاد لایق در همین پنجکن من یک شعر نوشته بودم. در همینجا سیمای استاد لایق من کوشش کردم که تجسم کنم، سیمای انسانی، شاعری، تاریخی شونه. از صد دل و جان برخاست، از عشق نهان برخاست، این پیکری شعن ما چون روح زمان برخاست. این ناله سنگی ماست، این قامت ننگی ماست، این شیوه شیرانه با شیوه جان برخاست. در سوخت زمین ما، امید پسین ما، چون شعن برین ما شیرانه نشان برخاست. افروخته عالم را برهم زده صد غم را، خورشید سعادت پیک بر رغم شبان برخاست. چون مهر درخشان
چون دست گلفشانه چون رودکی سانه چون فخر کیان برخواست بر رغم همه کوران بدکینه و بدشوران بر رغم سلح زوران بنگر که چسان برخواست با یک سری بالاتر با دیده بیناتر با هستی والاتر در روی جهان برخواست او بود صدای خلق با دست دعای خلق با مهر و وفای خلق اینک چونشان برخواست برخیز نماز آریم بر قبله عدل و داد فریاد صدای او از بحر ازان برخواست که بالاتر با خود ببرد ما را تا جان بدهد بر ما او اسای جان برخواست. سرود وطن شعر لایق شیرالی آهنگ سهراب نیازوف در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند. هر کوه وطن سری بلندی توی ماست، هر سنگ وطن بسان هیکل زیبا. عالم همه جا عزیز لیکن ما را مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. وطن سر می شود از گهواره، ز شیری پاک و از پیستانی مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستانی مادر. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. وطن سر می شود زان گردی دهقان، زی میدان های خیرمند بادگرها. وطن سر می شود از برده اینا که ما خوردیم از خانی پدرها. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. وطن سر می شود زان آستانه که بر دنیای روشن پا نهاده. وطن سر می شود زان پردبانه که پروازی شدم و پرکشاده. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. وطن دل جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما. جمعی و آزادی ما، وطن خوشبختی و آبادی ما.
کمال احترام سخن به رئیس بخش سوغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان احمد جان رحمتزاد، شاعران خلقی تاجیکستان گلرخسار صفی و خیرالدین خیراندیش و رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر پنجکن اسماعیل ظریفی. مرحمت. السلام علیکم همدیاران عزیز، مهمانان محفلی ابر استاد ما استاد لایق شیرعلی. من میخواهم اول اسماعیل ظریفی سخن کنم، بعد من جنبه کنم. استاد هزار رحمت. ابتدای من دهی خورده مزار، انتهای من جهانی بیکنار. 5 سال پیش وقتی که رئیس مردمی شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به شهر پنجکین رئیس تعیین شده، نخستین بار کاری که کردند این جشن 80 سالگی استاد لایق بود. در مدت 5 سال ما توانستیم که جشن هزارها ادیبانی معلومی پنجکین را جشن گیریم. جشن عجمرود، جشن سرمد، جشن عالم بابایف و جشن آخرین جشن استاد کمال نصرالله و جشن 70 سالگی بنده فقیر بود. و این از خدمت‌های به اندازه رئیس مردمی شهر پنجکین که به واسطه پیروی پیشوای معظم ملت ما هستند گواهی میدهد. ما باید امروز شکرانه گوییم که 2 جلد کلیات استاد زندیات بار سیوم با تشبس رئیس مردمی شهر پنجکین به تب میرسد. 1000 آفرین رئیس. الها 1000 ساله ها در سر ما باشد. و اینک یک شعری میگویم در جشن 85 سالگی استاد زندیات استاد لایق شیرعلی. سلام سلام ای لایق ملت، سلام ای شاعر دوران، سلام ای لایق ملت، سلام ای شاعر دوران. پس از تو در رفع دیگر نگنجد دفتر و دیوان. تو رفتی و ندارد نوشباد ساغر هستی، تو رفتی و ندارد نوشباد ساغر هستی. زبادی تون باشد خانه دل سر به سر ویران. سری سبزی تو از الهام سرشارت خبر دارد، زی ساحل های قسمت دور گشته تا ابد باران. به چشمم سرمه جز خاک وطن گرد نمی خواهم، شود در خانه چشمت چراغ برق جان تابان. بگیرم چاشنی در زندگی از جام سرشارت، بگیرم چاشنی در زندگی از جام سرشارت. نباشه تشنه دل تا جاودان در عالم ارمان. به دیوان دلت دیوان پیری ره نمی یابد، به دیوان دلت دیوان پیری ره نمی یابد. به دیوان زمان بردم
کلامی مهر بر یاران. من و دریا بر روحی رخش عمر همسدا بودیم، توی آن مرد راهی که ندارد راه تو پایان. نویدی زندگانی بهر ما روزی سفید آمد. نویدی زندگانی بهر ما روزی سفید آمد. پی انگارها رفتم که یابم ریزه باران. و فریادی یارانی خود فریاد رس بودی، بگفتی اول و آخر ز عشق تلخ پرتقیان. ز مادر جستی با تشنگی زدی دعایش را، نهادی کلیات خیشتن را تا بر روی خوان. سلام ای لایق ملت، سلام ای شاعری دوران. پس از تو در رفع دیگر نگنجد دفتر و دیوان. روزی لایق برای کل مردم تاجیکستان مبارک باد. تشکر. دوستان ارجمند، در 2 ساعت پیش ما در کاخ استاد لایق کنفرانس علمی و ادبی بود و در آنجا من سخن گفتم و گفتم که این جشن استاد لایق تنها جشن استاد لایق نیست. این جشن ملت ماست، جشن نسل جوان، نسل نورس، نسل جوان و جامعه امروزه ماست. من شعر نمیخوانم، من به خاطر آوردم که چگونه جشن 50 سالگی استاد لایق در پنجکین تجلیل شده بود. خطا نکنم گفته از عبدالنبی ستارزاده پرسیدم، گفتن که در دهه مزار شریف در شهر خوجند وقتی که جشن 50 سالگیشان تجلیل گردید، یک بار از خواجه حافظ گفتن که احمد جان گپ بسیار کردن در کار نیست، ما اینقدر تعریف نکنید. گفتن ما در قیاس بابای رودکی، در قیاس مولانا، در قیاس خواجه حافظ، در قیاس خواجه کمال، در قیاس مولانا جامی شاعر نیستیم، لیکن ملت شناخت که استاد لایق در پای این بزرگان هستند. کلاسیک زنده ادبیات ما بودند و ما در پهلویشان زندگی میکردیم. ما خوشبخت هستیم که در پهلوی همین گونه کلاسیکانی زنده ادبیات تاجیک زندگی کرده ایم و خوشبخت هستیم. امروز من خوشبخت هستم که در پهلوی خواهر عزیزم دخترخواند استاد لایق فرزانه خوجندی زندگی میکنم، به افتخارشان. باور کنید همان بیت موعظه میخوانم، خواجه حافظ میگویند که من به دل رود گرامی چی کنم دل ندهم، مادری دهر نزاید پسر بهتر از این. مادری تاجیک از استاد لایق پسر بهتری اگر تولد کند در دوران استقلال برای 1000 ساله های دیگر چون استاد لایق خدمت میکند. و من باز یک بیت استاد لایق را میگویم، روح آدم، روح انسان تشنه مدح و ستایش بوده است. امروز روح استاد لایق تشنه مدح و ستایش است. جان انسان تشنه فتح و کشایش بوده است. جان ما و شما تشنه فتح و کشایش است. تشنه بنیادکاری در زمان استقلال تاجیکستان است. تشنه خودسازی است. ما باید از روی شعر استاد لایق خودمان را سازیم، خودمان را مطابق زمان سازیم،
خودمان را مطابق آرمانهای ملت سازیم، خودمان را مانند استاد لایق سازیم. سلامت باشید، خوش آمدیدتان. سرود مادر، شعر لایق شیرالی، آهنگ کلاسیکی در اجرای اعلاچیان فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابد شاهی اسکندری و دلیری اسمت الله. توی فرزندان خود نادیده رفتی مادرم، دانه برچاش را ناچیده رفتی مادرم، پیش پیش دسته کیلینبران مشعل به دست شادمان پیرانه نارقصیده رفتی مادرم. نام میماندی به نیت بر همه نوزادها، رخت می آراستی در توی نودامادها، تاج طلای عروسان را تو می بستی مدام، عطر می آمیختی بر نکهت گلبادها. نمیمیری تو ای مادر، اگر من برای مادری ملت بمیرم. نمیمیری توی مادر، اگر من برای مادری ملت بمیرم. خوشبختی ز قسمت خواهری من، سرافرازیم در عالم دادری من، زمین تا آسمان راضیم از تو،
تو از من راضی رفتی مادری من زمین تا آسمان راضیم از تو تو از من راضی رفتی مادری من سرشتی من نهادی من تو بودی صفای بام دادی من تو بودی آیا مادر بدان سان بی سوادی نخستین استادی من تو بودی آیا مادر بدان سان بی سوادی نخستین استادی من تو بودی زندگیم شاعرانه از تو میراثی من است این زمین و این زمان از تو میراثی من است در دهی تنگ اگرچه خلق کردی تو مرا این جهانی بیکرانه از تو میراثی من است زندگی مادری آشفته جانم زندگی در روانم در غزل‌های روانم زندگی تا منی از شیری پاکم پاک بازو پاک جان زنده در بین زمین و آسمانم زندگی زنده در بین زمین و آسمانم زندگی تا منی از شیر پاکت پاک بازو پاک جان زنده در بین زمین و آسمانم زندگی
ایا مادر بدان بی سوادی نخستین استادی من تو بودی ایا مادر بدان بی سوادی نخستین استادی من تو بودی سخن با کمال احترام به شاعران خلقی تاجیکستان استاد فرزانه و آذرخش. مرحمت. بهار می شود، بهار پرنگار می شود. زمین خاطرات من شکوفه‌زار می شود. به یاد نازهای کودکانت دلم خمار می شود. چه روزها گذشتند که من تو را ندیدم، چه دردها گذشتند که بهر تو کشیدم. تو بختی ناشناخته از ستیغ نارسیدم، تو را چه یاد آورم دلم فگار می شود. به یاد نازهای کودکانت دلم خمار می شود. چه بهار زیبای امروز. من همین روز طرفی زادگاه استاد لایق می رفتم و عطر سنجید و گلهای کوهی می شنیدم. گفتم من همین بهار امروز احساس کردم. بهار امروز در همین دره احساس کردم و از چهره های همه عزیزان، از چهره های شما بهار دیگر را دیدم. چه زیباست این بهار. مبارک شود بهار دیدار، مبارک شود. ای اصل دیوانی غزل، شاد آمدی شاد آمدی. نقدی دل و جان در بغل، شاد آمدی شاد آمدی. با من دم دوران بران، با من بگو با من بمان. ای ارمغان از ازل، شاد آمدی شاد آمدی. ای بهار سبز و تر، شاد آمدی. ای جمال بحر و بر، شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شوم، مثل هر صاحب هنر، شاد آمدی. در دلم کردی نظر با چشم گل، گل جمال و گل نظر، شاد آمدی. از قدمهایت دلم گل می کند. ای عروسی ره گذر، شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنویم، گل به دامن گل به سر، شاد آمدی. سلام به پنجکتی عزیز ما، به این شهری باستان و راستان، به خواستگاه تمدن 6000 ساله ما، به شهری بابای مشترک ما و شما آدم و شورا رودکی، به شهر پدری مستقیم ما بزرگ شاعر شعر عجم لایق شیرعلی، به شهر شما انسان‌های با همت و با حمیت، به شهر محبت. سلام. سلام. واقعا اون چند سال پیش که آن طرفی رودخانه ما صحبت داشتیم، با مردم زیادتر بودند و با شکوهترین محفل شعر را در تاجیکستان اونجا دیده بودم من. امروز هم خیلی با شکوه است، اما ما میتوانیم ما
یعنی مردمی پنجکت، مردمی زرافشان می توانند که از این هم فراختر، از این هم با صفاتر جشن شاعری خودشان را گذرانند. عصر 21 است. استاد لایق آدم محلی نیستند، آدم یک پنجکت نیستند، آدم یک تاجیکستان نیستند، آدم همه فارسی زبانهای دنیا، آدم همه شعرای دنیا هستند. ما اگر یک محفل میگذرانیم از یادمان نبریم که اون کس رو در افغانستان چقدر دوست میدارن، در ایران چقدر دوست میدارن، چقدر امروز میخوانند، در خاصه در ایران اینقدر شعرهای استاد لایق را امروز میخوانند و با آهنگ میدارند، با سرود، با ترانه میخوانند که در ما ندیده بودیم تا امروز. و من خیلی آرزو میکنم ما انتظار نشویم که بعد 5 سال دیگر 90 سالگی استاد را میگذرانیم، بعد با 95 بعد میرسیم به 100. نه، ما هر سال روز 20 روز لایق شعر را اینجا جشن میگیریم. روز 20 مای روز شعر، روز استاد لایق، تا رویم زینه به زینه، تا رویم دعوت کنیم مردم را از آن سوی آمو، از افغانستان، از ایران دعوت کنیم. اگر نیم از سمرقند باستان، امروز وقتی که مهمانان سمرقندی میگفتن، یکی میگفت که من در سمرقند باغ لایق دارم، من اشکم جاری شد. دوستا این کار استاد در زندگیشان کرده رفتن. ما این پیوند را باید بداریم، این پیوند را باید گم نکنیم و امیدوارم که مردمی با شرف و با آری پنجکت، مردمی که گهواره تمدن دنیا است اینجا دیاری رودکی، شما میتوانید و همه ما را از پای خودتان میبرید به محفل‌های بزرگ شعر، به محفل‌های بزرگ انسانگرایی، یعنی لایق خوانی. استاد لایق در یک بیتی مشهور میگویند که اگر 100 سال هم جویی مرا دیگر نمیابی، شب و روزان خدا گویی مرا دیگر نمیابی. بر حق زوری 100 ساله ها نمیرسد، برای آفریدن چنین نابغه‌ای استثنایی با نام لایق شیرالی. زوری چند 100 ساله ها هم نمیرسد، چند 100 سال توان آن را ندارد که با شکوه و عظمت مثل استاد لایق نفری را آفرد. اما دیدیم که زوری 1000 سال میرسد و فاصله میان استاد رودکی و استاد لایق این را تصدیق میکند. هر سال در مسکو روز 6 ایون، روز پوشکین تجلیل می شود، میلیون ها مردم می روند پوشکین خانه می کنند و این سنتی خجسته است با پنجکتیان عزیز و شریف ما که این سنت را اید کردن، این سنت را برای ما اهدا نمودن و امروز به همه شما اهل این شهر باستانی و بوستانی سپاس بگویم. سپاس به شهرداری صاحب جوهر ما، انسانی رفیع عبدالخالق خالقزاد که میراثدار و پاسدار و سپاسدار این خزانه بزرگ معنوی هستند. زنده باشید و امید میکنیم که امروز نه فردای و پس فردای دیگر زمان میرسد که 20 مای آخرین روز اردیبهشت ما در تقویم ملت ما با خط سرخ نوشته می شود روز خجسته استاد لایق. ما 4 عنصر داشتیم در شعر، 4 عنصری بس قوی و 3 عنصر را از دست دادیم و یک شاه ستون با نام گل رخسار هنوز باقی است که ما و شما باید
حفظ کنیم. دیگر باره به همه شما تشکر. پدر جان، قلب تنهایم یتیم است، دلم دل نیست، یک گوری عظیم است. دلم دل نیست، ابری هرزگرد است، در این مرداد سردی سرد سرد است. ندارم زهره تا گویم ودایت، قسم بر بودنی بی منتهایت. نبوغ شاعری مردن ندارد، بهشت اندوه افسردن ندارد. سلام ای رفتنت میلاد دیگر، سلام اردی بهشتی تازه و تر. سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعری خورشید و دریا. سلام ای محتوای عشق و هستی، بمان با ساغری سرشار مستی. بمان ما را وطنداری بیاموز، سوادی خویشتنداری بیاموز. تو ای قاموس و فرهنگی محبت، بزن در جان ما زنگی محبت. تو ای الا ای کافر و ای رند و بتساز، مسلمانی ما با تو شد آغاز. تو ای شیر عجم باشی که باشی، علا رغم عدم باشی که باشی. سلام ای مرد راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. سلام نم نمی باران چو یادت کرد یادت میکنم، برگ گل چون بوی تو آورد یادت میکنم. درد عشقم مرد بود و قسمتم نامرد بود، من به قصد قسمتی نامرد یادت میکنم. بمان تا در دل پاکت دل من آشیان ماند، بمان در چشمهای تو جوانیم جوان ماند. تو با این حسن عالمگیر از عالم چی میخواهی؟ بمان در شعر من که از درد عشق تو نشان ماند. نمی آیی نمی پرسی ولی بعد هزاران سال مرا چون استخوان رودکی از خاک میکاوی. بمان مبارک باشد بار دیگر. زنده باش ای چشمه الهام من، خلق من ای اصل ننگ و نام من. شادبختم زان با شعر و سخن، صرف ایام تو شد ایام من. زنده باش. سرود خزانریز، شعری لایق شیرالی، آهنگی جورابک مردوف در اجرای هنرمند انسامبل شش مقام سرایان نوری خوجند شهریار سلاموف، در رقص گلدختران انسامبل رقصی دلارا. ای اصل دیوان غزل شاد آمدی شاد آمدی، نقدی دل و جان در بغل شاد آمدی شاد آمدی. بنیاد غمها سوخته جان مرا افروخته، بر قصد صد مکر و حیل شاد آمدی شاد آمدی. دست کاهی خورشید خسته، برگی درختان بالی شکسته، در طرف گلخن از آبی آتش نوش جام با هم نشسته.
خزان میریزد از شاخسارا خزان میریزد خزان میریزد خزان میریزد خزان میریزد هر دم غنیمت آرایش دل آسایش ره آسایش دل برگ که ریزد آهسته گوید عشق است یاران آرایش دل با هم بسازد ای دوستداران خزان میریزد از شاخسارا با هم بسازد ای دوستداران خزان میریزد از شاخسارا خزان میریزد خزان میریزد خزان میریزد خزان میریزد سخن در نمایندگی از شاعران شهری سمرقند جمهوری ازبکستان به محترم امینه شرافیدینونا. مرحمت. یک لحظه یک ساعت در خلوت به منت با من بیمان تا با تو دارم دولت. دریا مجو دریا منم دنیا مجو دنیا منم یاری دلی تنهای تو تنها منم تنها منم. به نام این زمین مادر کنم 100 بار شکرانه به آن ماه و به این خاور کنم 100 بار شکرانه. السلام علیکم عزیزان همنشینان. هزاران شکرانه که همین روز باز من خود را در جمع شما میبینم. از گرمی از مهر شفتتون نگاهتون سخنتون اعتبارتون بهره‌ورم. سبب باز همین شخصیتی نابغه آنه که با همین نگی کلکش با عرق جبینش با نوری چشمش با چنگ خاک و دیار و کاغذ و کتاب خوردهش و باقی زحمتهایش ما رو به ما شناسانده است. زنده یاد لایق شیرعلی. به روح پاکش درود سرود وجود. این همه برکتی صلح و ثبات، این همه برکتی پیوندی دوستی که ما رو با هم می پیوندد. از دردها
از عشق بزرگی که این بزرگان ما نابغگان ما سرودند و ما نشان دادند. از همین زندگی، بلندگی، آبادی با هم صحبت میکنیم، مشورت میکنیم، باز راه نیکی زندگی رو پیش میگیریم. من در همین لحظه ها فقط گفتنیم که این مادر در بیهوده رودکی و لایق رو به دنیا نآورده است. چرا بودنش رو من اینجا حاضر توضیح نمیدیم. همه این رو هزاران بار زیادتر خود شما میدونید. من که نماینده سمرقندم امروز اینجا، تمام شما سمرقندیید. رودکی سمرقندی، لایق سمرقندی است. ما همه یکیم، همه یکیم. همین روز یک نفر از خواهران عزیزی من گفت که من حالا زیاد وقتم رو در سمرقند میگذرانم، نمیدونم برای چی سمرقند مرا اینقدر جانب خودش میکشد. شاید هفته 7 روز در سمرقند باشد. و نفر شیخ آمیز و شیخ آمیز بود البته، گفتند که وطن فروشی میکنی. عزیزان، وطن یک تو. اینجا گفتیم که وطن یک تو، تاجیکستان یک تو. ما همه تاجیک زبانان در تمام دنیا وطن خود را داریم و پاینده بماند. من خیلی انسان خوشبختم. من شاعر نیستم عزیزان، من یک معارف پیشم. من خیلی خوشبختم که تقریبا 20 سال در عضویت شورای علمی اسلوبی نزد وزارت تعلیم خلقی ازبکستان فعالیت کردم و هر سال برنامه‌های تعلیمی برای مکتب‌های میانه، برای مکتب‌های عالی، کتاب‌های درسی از زیر نظر و قلم ما میگذشت. آخرین خلاصه ها رو ما میگفتیم. قریب در همه صنف‌ها، از همین صنف‌های ابتدایی آغاز کرده بابت لایق بزرگوار ما ساعت‌ها جدا میکردیم، اثرهایش رو اونجا جای میکردیم و نورسان ما تا امروز از روی این برنامه‌های و کتاب‌های درسی به واسطه لایق و 10 دیگر ایجادکاران محبوب و معروف و افتخارمند تاجیک خود را میشناسند، به آینده به زندگی آماده میشوند. من بازم خوشبخت‌ترین انسانم که عزیزان، همین نخست فرزندی، انا همین نماد جسارت، بیدارگری، لایق زنده یاد رو، دلاور شاه عزیز رو من سبب شدم و این رو من با آوازی بلند میتوانم گویم. من سبب شدم که بار اول به سمرقند بردمش. من اینجا دروغ گفتن نمیمونن. اکوی حسن نوراللهیف از سمرقند نشستن، این کس گواه هستن و مردم میدونید وقتی که شنید که همین دلاور شاه افغانف، یک شاعری کلابی زاده شده ای در روسیه زندگی میکنن، الکسی افغانف، ایرج جان، اون کسان بار اول به سمرقند رفتن و مردم وقتی که فهمید این مردهای عزیز در خانه منند، تا توانستند می اومدن برای دیدنشون، برای توافی. شاید اینها نباشد، انا همین بزرگانشون، پدرشون، بابایشون و اینقدر واخری ها در سمرقند با اینها تشکیل کرده بودیم که فراموش ناپذیر عزیزان. و من خوشبخت‌ترین انسانم که با لایق شیرعلی زنده‌یاد
که وظیفه رئیس بنیاد زبان فارسی تاجیکی در آسیای میانه رو بر دوش داشتن، ما نزد ایشان چند مرتبه ها به صفت فعالین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند تشریف آورده ایم و زمانی که ما با پول خودمون، با پول خلق، با پول حلال جیب خلق پیکره رودکی رو در میدان ریگستان گذاشتیم، انا همون وقت لایق شیرعلی به ما دست همت دراز کرده بودند و این رو ما هیچگاه فراموش نمی کنیم. یادشان بخیر، این بزرگان رو یادشان بخیر. عزیزان، ما مگر خوشبختترین انسان ها در روی دنیا نیستیم که رودکی رو داریم و رودکی ثانی لایق رو داریم. تشکر زیاد به همه شما، خصوصا به همین برادر ارجمند، سیاستمدار خیرتمند، عاقل، دوربین، به همین شهردار پنجکین. زنده باشید دوست عزیز، زنده باشید. به خدا این نه به آن خاطر که هر بار پیشواز میگیرید، سخنهای نیک میگویید، زیافت ها می آرایید یا تحفه ها میدید، نه برای اون. من شیفته مردیگری شما، فرهنگ پروری شما، دوربینی شما هستم عزیزم. پیروانتون زیاد باشن. زنده باشید همه شما. تشکر. یاد لایق گرامی بود. سرودها از ایجادیات لایق شیرعلی در اجرای مؤلف آهنگ دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان علیشیر قناعتزاده و علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان گلپری عارفزاده در رقص گلدختران مؤسسه دولتی کالج طبی شهری پنجکند. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد. جنگ بنیاد سوز ما بگذشت، صلح بنیاد کار ما آمد. روزی که باز میرسد وقتی زوال من، یاد کنه از من و نقص و کمال من، یاد کنه از من و نقص و کمال من. نوشید می بخاطری جام شکستیم، نوشید می بخاطری جام شکستیم. خانه شیری حافظ و صاحب مثال من، خانه شیری حافظ و صاحب مثال من. خالی کنه با دلی پرشش های می، بی من چنان که خال شد جاه و جلال من.
گوشی فلک زینارهی مستانه کار کنید گوشی فلک زینارهی مستانه کار کنید بر حق آن که داد بسی گوش مال من بر حق آن که داد بسی گوش مال من برگوری من درخت مکاری زینهار آید اگر به تربتم آن نونی حال من روزی ودا مردم خونگیره میکنم گر چشمهای شوخی و گریت به حال من روزی ودا مردم خونگیره میکند روزی ودا مردم خونگیره میکنم گر چشمهای شوخی و گریت به حال من گر چشمهای شوخی و گریت به حال من آن لونی حال من گریت به حال من
بلندش یک طرف تا شانش سنگین بود آیندهش رنگین بود فرزند این ملت توی فرزند این ملت منم پیوند این ملت توی پیوند این ملت منم صد پاره جانی برایم پاره باید ساخت سوگند این ملت توی سوگند این ملت منم سوگند این ملت منم پیوند این ملت منم با کمال احترام سخن را به سابقه‌داران خدمت دولتی و رئیسان سابق شهر پنجکن محترمه خیرنسا یوسفی، مطلوب خلیفاєв، شاکر صابرов، خسروی عبدالنظر و اسلام زیازاده می دهیم. مرحمت. آید از شعر و سخن بوی وطن، بینم از روی وطن روی سخن. شاعری آن است که با سبق شعر به وطن را آورد سوی وطن. با همین ابیات وطن ساز و وطن افروز ابرمرد قلمرو سخن، بزرگ شاعر رهنمون ملت استاد لایق شیرعلی و همه شما استادان صاحب نظر و همدیاران ارجمند سلام و درود میگم. برایم مایه تفاخر و مسرت‌های زیاد است که در این روزهای مفرح ملت در دایره سلسله جشن‌های مبارک وطن با شما مهمانان مبارک تشریف و همدیاران قدرشناس و گوهرسنج سعادت دیدار دارم. میخواهم به زمامداران همایش و تنتنه‌های پرفروغ امروزین برای برگزاری چنین برنامه‌های مفید و محوری و نصرت افروزی و ارجگذاری به عنوان شاعر مشرق زمین استاد لایق شیرعلی، خاصه به رئیس صاحب اقدام و تازه ابتکار شهر باستانی ما که با محبت عظیم شهرداری و وطنداری میکنند، بزرگان را در تخت عزت میشنانند، به محترم خالقزاده عبدالخالق و کل یاورانشان اظهار سپاس و خلوص نمایم. تشکر. جشنواره استاد لایق در شهر بهشت سیمای ما تا دیر است عنعنه و به سنت خجسته بدل شده است و استادان و ارادت ورزان بیشمار را از سراسر تاجیکستان و کشورهای دیگر به پیرامون خود پیش می آورد و سالیان اخیر این جشنواره بزرگ مساحت و عظمت بیشتری کسب کرده است و برای نسل جدید درس شناخت نخبگان و فرهیختگان و خاصه لایق فرزانه ماست. استاد لایق با تازه‌کاری‌های ایجادیشان در پهنای عالم سخن برای امروزیان و فرداییان الگوی جاویدان وطنداری، ملت شناسی، خودگری و خودافروزی میمانند. هموطنان ارجمند، از بس که این شب و روزان مبارک ما و شما در آستانه بزرگترین جشن تولد و تجدد تاجیکستان عزیزمان قرار داریم و این همه جشن و سورهای پیاپی، این همه فیض و فیروزی و فتوحات از جان نثاری ها و پیکارهای بی حد و حدود و از برکات هستی پیشوای جهان تسخیر ملت ماست که در روزهای تیره ترین ملت با چراغ هدایت خیش به سمت فرداها نقب باز کردند و این نقب نورانی امروز ما و شما را به جشن خودگری و خودافروزی،
وطن دوستی 35 سالگی استقلال دولتی کشور به شادباد نصرت ها و پیروزی و توفیق ها میبرد و من این همه کارنامه های ناتصویر پیشوای عزیز ملت را با کلک شاگردانه با محبت عظیم بر رشته سخن مفزون کردم با پوزش از استادان ادبیات معاصر میخواهم به سمع شما منظور نمایم. ای در وجود ملت روحی دیگر دمیده، در قسمت سیاهش نوری سحر دمیده، با پرتو بقایت، با فضل رهکشایت، باغ و بهار ملت سرسبز و تر دمیده. در چار سوی دنیا بالا همیشه بالا، نقل لوای کشور شیرین ثمر دمیده. در جنگ پرمعما پیچیده بود این ملک، به پا و سر فتاده خون از جگر دمیده. ای تو نجات جانها، شاهمرد آرمانها، شکر خدا رسیدی، پیک ظفر دمیده. امروز ما تو هستی، فردای ما تو باشی، ای در وجود ملت شمس و قمر دمیده. هموطنان عزیز، همدیاران عزیز، من باوری کامل دارم که همدیاران عزیز ما چون وارث راستین لایق بزرگ با وجود پر از صداقت وطنداری دست به دست و دوش به دوش و جان به جان پیرامون سیاست سازنده پیشوای معظم ملت ما حلقه میزنند و برای آینده پر از سعادت این سرزمین مقدس و تاجیکستان عزیزمان شرکت منیر می نمایند. برایتان در این جاده پیروزی و توفیقها تمنا دارم. بیا با هم وطن سازیم امروز، ز جمع گل چمن سازیم امروز، وطن را این مبارک آشیان را ز عشق خویشتن سازیم امروز. همیشه سلامت و سعادتمند باشید. салому алайкум ҳамдиёрони азиз, ҳамватанон. пеш аз ҳама ман дар имрӯз чӣ имрӯз дар мазори шариф чӣ имрӯз дар конференсияи илмӣ суханҳоро гӯш кардам ва ҳамаи он фахр кардам ки лоиқ шералӣ чунин бузурганд ки тамоми ҳаёти инсон матни он кас ҳаст, равиши он кас ҳаст. و با استاد عزیزم وقتی که من در زندگی با اون کس همصحبتی بسیاری شدم، هیچ وقت فراموش نمیکنم که سال 1985 وقتی که در آن کس یکمین بار من شناس شده هم گپ شدم، من تا این درجه بزرگی اون کس تصور کرده نمیتوانستم که انسان چنین بزرگ میشود که ما همدیاران، ما تاجیکان از بزرگی چنین شخصیت بهره میبریم. و وقتی که همصحبت میشدم چی در خانهشون ولی در آن چه وقت فرزندانشون خیلی هم یاشتر بودند، اون کس بسیارتر درباره عشق و محبت ما آن کس یاد گرفتیم. بعد درباره عشق و محبت گپ زدیم و در جایی که من میرفتم سرود یک شعری اون کس رو میگفتم که اینا معنیش گوش کنید چقدر بقوت. در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود. در حقیقت امروز ببینید که در جوانی عشق هست، دولت فکر نمیکنن اونمو، لیکن باز در دوامش میگن که این همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. ما اویله من دیدگیم 40 سال پیش همون محبت حاضرم میبینم، چونکه محبت نویستگی استاد چهل بزرگ است. بزرگی انسان بینید که چنین شعرهاشون که حیات انسان در یک نظر گفتگی هستن. همتون تشکر. مهمانان عزیز در اینجا امروز من بسیار با آذرخش هم صحبت شدم، با اویلهشون من این کسا بسیار حرمت‌های سخت میکنم. در اون جای هم همین گپای گفتم، ینگه جان عزیز من پرزان جان گفتم تو نه من اینجا با کمال نصرالله دیدم، استادی برادری عزیز ما، خوش آمدن. و یک چیزی دیگرش رو در آخر میگویم. وقتی که لایق شیرالی پنجه کنتی میگفتن،
تو همین درجه ببینید امروز بزرگان ما برادران عزیزی من اینجا سرکره از خسرو جان، از اسلام جان سر کرده، من امروز رئیس ما عبدالخالق خالقزاده در حقیقت توانستن که نقشه گنرالی شهر پنجکین تا عوض کرده با چنین سطح برارن که تمام آدمانی مردمی که استاد لایق جشن آینده میبیان همین زیباگی همین منظره های سروری کرده ایستادگید رئیس. برای شما موفقیت باوری دارم که شهر پنجکین آینده هم دیارانی من از چنین شهر تولدشون همیشه فخر میکنن. زنده باشید. تشکر. سلام علیکم دوستان عزیز. در حقیقت من گفتنی هستم که اولا منتداری صمیمی خود را به رهبر دولت، اساسگزار اصول وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت جناب علی محترم الرحمن، با رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده، با عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده که بسیار همروزه معرکه بسیار دست تشکیلی سیاسی گذاشته ایستاده است، منتداری صمیمی خود را اظهار میکنم و همه مهمانایی که با این جشنواره آمدند نوری دیده تاج سر، صحت سلامت سربلند باشید. محترم اهل ادب، دوستداران کلام بدی، مهمانان گرامی، امروز ما در این محفل با شکوه جمع آمدیم تا 85 سالگی فرزند برایمند ملت شاعر شهیر لایق شعری را تجلیل نماییم. نام استاد لایق برای هر یک تاجیک عزیز مقدس است، زیرا او با شعر خود روح ملت را بیدار کرد، با زبان و فرهنگ تاجیکی نیروی تازه بخشید و مهر وطن را در قلبها افزون نمود. استاد لایق نه تنها شاعر بلکه مربی معنوی ملت بودند. کلام او پر از محبت به انسان، صداقت به وطن و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی میباشد. اشعار او سالهاست که همراز و همنفس مردم میباشد. هر مصرع او از درد ملت، از آرزوهای مردم و از محبت پاک به تاجیکستان عزیز سرچشمه میگیرد. محض چنین فرزندان فرزانه هستند که نام ملت را زنده می‌دارند. پنجکند نیز افتخار دارد که در سرزمین باستانی و فرهنگ پروری ما همیشه اهل علم و ادب احترام بلند داشتند و میراث استاد لایق برای جوانان چراغ راه میباشد. امروز در آستانه 85 سالگی استاد ما بار دیگر احساس میکنیم که آثار او جاویدانه است. شعر لایق با مردم میماند، با نسل‌ها همسفر خواهد بود و همچون گنج معنوی ملت ارزش خود را هرگز از دست نخواهد داد. بگذار نام لایق شعری همیشه زنده باشد، روی پاکش شاد بود و کلام پرحکمتش راهنمای جامعه ما گردد. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. همه شما اهل فرهنگ، مهمانان و دوستداران شعر و ادب را با این جشن مبارک صمیمانه تبریک گفته برایتان تندرستی، سعادت و روح بلندی ملی آرزو می‌نمایم. تشکر به دقتتان. سلام علیکم حاضرین محترم، همه مهمانای ارجمند. خیلی ما خوشنود هستیم که امروز 85 سالگی استاد لایق شعری رو جشن میگیریم. خوبی نقدش همین هست که ما دلاور جان فرزند لایق شعری کتی هم سبق هستیم، هم کورس هستیم. وقتی که سال 2017 با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و سپارش حکومت ولایت هیکل استاد لایق شعری رو میساختیم، من 50 تا رسم لایق شعری رو برای همون چگیم هیکل تراش بردم. یکم موافق نامد، یک وقتی بود است که همون یک الهام استاد آمدگی در سابق گیم پارک لنین شهر دوشنبه بعد همینا انتخاب کردن با یک چیزشون نادرست میبیاد نمیدونم. بعد من دلاور اکنون شما دلاور میگید تو ما همکورس جمشید میگیم با استاد لغمان قربان من ماشین خدمتی گرفته چکال و فوزرا گوستان بردم. با این کسا یک ساعت موند هیکل تراش همین حاضره همین هیکل و هیکل و گفت که من این خیلی دیدم که پسر اختا بر پدر مامان میشد. من گفتم اینو از یک پدر و مادر شدگی همین خیلی بود یک لحظه‌ای بهترین
حضور من استاد آزارش گفتن ما مردمی شهر دیوتی پنجکند لایق امروز 85 سال 90 100 بهترین چی میگن پارک و باغ میکنیم. شهر پنجکند یک قسمتی نقض دارد. همین درازونه که براش مایده برای پارک کلان ساختن با من رئیس محترم اینجا باشتین یک جای بهترین انتخاب میکنن. ما مردم شهر دیهوتی پنجکند این لایق که نوتکرار هستند باغ‌های کلان چخیل که پیشوای معظم ملت چند باغچه در شهر دوشنبه کردن. باوری دارم که با دستگیری پیشوای معظم ملت در شهر پنجکند ما وظیفه‌دار هستیم. در سالهای میانبر یک باغ کلانترین به نام استاد لایق میکنیم. سلامت و سلامت باشید. سرود از اشعار استاد لایق شیرالی در اجرای مؤلف آهنگ دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان آرزوگل خوجامووا. بچگیم بیکس و تنها گذشت با درو با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پر از دامن صحرا گذشت. در سر سنگی همه روز انتظار ترنه ها را می شمردم هر بهار. بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت. خوشترین ترانه دلی منی تو عمر شاعرانه دلی منی تو خوشترین ترانه دلی منی تو عمر شاعرانه دلی منی تو یکی برق میزند جوانیم تو نور آشیانه دلی منی تو یکی زیر آسمان ستاده‌ام تو شخصتونی خانه دلی منی تو شخصتونی خانه دلی منی تو یکی ناز میکنم به زندگی تو یکی نازدانه دلی منی تو یکی در زمینه زمانم زمینه زمانه دلی منی تو یکی شعر می تراود از دلم یگانه دلی منی تو یکی شعر می تراود از دلم یگانه دلی منی یگانه دلی منی امید جاویدانم اگر چنه امید جاویدانه دلی منی فسانه های عشق من تمام شد تا آخرین فسانه دلی منی فسانه های عشق من تمام شد تا آخرین فسانه دلی منی فسانه های عشق من تمام شد تا آخرین فسانه دلی منی تا آخرین فسانه دلی منی تو خوشترین ترانه دلی منی تو عمر شاعرانه دلی منی تو یکی برق میزند جوانیم تو نور آشیانه
آشیانه دلی منی یگانه دلی منی سخن به شاعران جوان شاعر رحیم جان کوهزاد فتحالله سینای ابو علی و بزرگمهر تاجدین. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود. این همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندیم حسرت میکنیم، از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. سلام ای ملت آزاده من، سلام ای ملت آزاده من، به شعر و بر سخن دلداده من. دلیل سرفرازیم از آن که دوام راه لایق جاده من. یک چند جوان شوخ و سرکش باشیم، سودا زده عشق پریوش باشیم. گویند که مشت خاک ماند ذاتش، تا خاک شویم باید آتش باشیم. دل ما را ز آتش آفریدند، روان و صاف و بی غش آفریدند. دل ما را ز آتش آفریدند، روان و صاف و بی غش آفریدند. تن ما را برای خاطر عشق در این عالم جفاکش آفریدند. دلم افتاده در بند تو باشد، دلم افتاده در بند تو باشد، ندیدم کس که مانند تو باشد. کمربند از میان خود رها کن که دستانم کمربند تو باشد. الا ای کوه چل محراب، الا ای سجدگاه من، به گردون میرسد از فیض دیدارت کلاه من. پس از دامان مادر دامنت دامان عمرم بود، تو بنمودی میان چهار راه سمت راه من. این سحر در دامن کوه چل محراب، در دیهی پر شرف و آوازدار و مبارک و مقدس مزار شریف، نوار کودکی های استاد لایق، بهار زندگی پر آرمانش چون نوار اصلی از پیش نظر بگذشت. و گویا به گوشم از کوه ها، از دره ها، از هر درخت صدا می آمد که لایق این تنتنه را می بیند و افتخار می کند. زمان استاد لایق گفته بودند کشید این زمانه را که می کشد ترانه را، درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را. اما امروز اگر می بودند باور دارم که می گفتند زی ای زمانه که جوانان سعادتمند در زیر سخنان من، در زیر آرمانهای من، مطلبهای من، آرزوهای من زندگی می کنند
و امروز هم من باور دارم که روح مبارک و منور استاد در این فضا حاضر است. هم شهری استاد لایق بودن، هم وطن استاد لایق بودن، هم زبان استاد لایق بودن، شرف، اقبال، سعادت و افتخار بی‌نظیر است. من این افتخار، این سعادت، این اقبال و این افتخار بی‌نظیر را به یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و به این خاک مقدس سر تعظیم فرود میارم. مبارکتان باد. شما بخیر پنجکینتی عزیز، پنجکینتی نازنین. فکر میکنم از همین پنجکینتی ها دیده در همین کوچه های پنجکین من بیشتر سیر و گشت میکنم، چون که هر هفته به سمرقند بستانی میروم طریق همین راه و هر بار روی استاد مرا مثل که چندی سال پیش دعا گفته بودند، دست دعا داده بودند، مثل که هر بار که این راه را طی بکنم روی استاد با من هستند و چه خوشبختم امروز که واقعا هم فرصت برای ما امکانیت فراهم آمده که یک شعری که از ایجاد استاد من به جانم دوست می‌دارم و باشد که این شعر برای خصوصا زمره نفرانی که حق استادی دارن بالای ما جوانا یک دستور باشد، یعنی بدونن که شعر میرنده نیست، تمام شونده نیست. حالا شاعران زیاد در راه هستن می آیند، خصوصا میانی جوانان شاعرانی هستن که باوری داریم لوای شعر رو به آسمان ها میکشند و ابروی شعر تاجیک خواهند شد، خواهند بود و دعا میکنم که این گونه باشد. از استاد لایق شعری که بسیار دوست میدارم. گرچه شاعر منبر وجدان خلق است، گرچه شاعر راوی ارمان خلق است، نان شاعر از سخن نه، نان شاعر نان خلق است. خلق ما از بطن مادر شاعر است، شاعری در کل شاعرهای دنیا قادر است. لیک گرچه رودکی و حافظ و خیامهایش بودند، لیک گرچه عینی و لاهوتی و میرزای ترسونزاده دارد، باز هم دارد به شاعر احتیاج. شاعر تا مهنت او را ستاید، شاعر تا قدرت او را ستاید. شاعر گر در خوری دریابها شعرش نگفت، داستان لایق شعر جهانگیرش نگفت. در حق نان و نمک گر گفت شعری بی نمک، آن نمک به شوپه کورش میکند، نان خلقش میزند. تشکر. سلامت باشه شعر بانو. درود به اهل خرد، درود به استادان بزرگوار، درود به رئیس محترم شهر پنجکین که شاعران را، عالمان را، هنرمندان را پاس می‌دارم. به اندیشه من پس از همین بیت‌های یعنی استاد لایق را خواندن، شاید رئیس محترم همین کارها را اجرا میکنند. استاد لایق گفتند که گر بخواهید راضی خست به من، ور شما زادمی نشان دارید، شاعرانی که بعد من آیند در سری وقت پاسشان دارید. اما پیش از آنه که استاد این دنیا را پدرود میگفتند، یک 4 مصرع دیگر گفتند که یک روز من ز بزم شما دور میشوم، در خوابمان و یادها منظور میشوم. گر فخر و ناز من به شما قیمت نداشت، من فخر و ناز خلوت یک گور میشوم. من باور دارم که حتی گوری استاد با آن کس افتخار میکند، زیرا که یگانه گوری در دنیا شاید که این گونه مردم زیارت میروند در روز زادروزشان. اینجا رئیس محترم گفتن که شعرهای مادر استاد را، مادرنامه استاد را در روز زادروز، در روزی یعنی که عید مادر میخوانند، اما باز هم
من یک چیز دیگر علاوه میکنم که در روز مرگ مادر نیز میخوانم. شخصا من که 2 ماه قبل مادرم را از دست دادم با شعرهای استاد ناله کردم. خب به هر حال اینجا یک شعری که امروز بازم رئیس در آنجا خواندن 4 مصرع را من ادامه میدهم و تا آن دمی که به یادم هست شعر دوست داشتم در هنگام دانشجویی از بر کرده بودم که خیلی تأثیر بخش است و من با خواندن این میخوام که خاطره های دانشجویی را تمام آنهایی که سپری کردن ورق زدن و تمام آنهایی که دانشجو هستند و یعنی که به مضمون این یعنی که وارد شوند. دانش طلبم نه کسی نادار ندارا، تنها پی مقصود به امید روانم. از آنچه میسر شده از دولت دنیا در دست مرا هست فقط یک چمدانم. تحصیل به دانشکده خوب است گواراست، یاران به دل یکدیگری غم نگذارند. آنجا نه کسی حارس و نه در غم دنیاست. عشق است جوانی است کزیزش بشمارند. اما من تا حال غم عشق ندیده دل باخته و واله و شیدای تو گشتم. در راه تو از همسبقان دوری کشیده، پروانه صفت از قد و بالای تو گشتم. هیهات نظر کردی به خاک قد راحت، اما به من دل شده ننمودی نگاه. گفتی که تو را نیست نه گنجی و نه ثروت، با آب خدا داد مگر زندگی خواهی. گفتی که عجیب است تو را خانه و در نیست، آیا بودت بام سما بام امارت. گفتی که پولی یک مهد قیمتی تاقی است، با شکری مگر عمر بری عمری براحت. واقف نشده از دلم یار که در آن عشق است امید است تلاش است ثبات است. پنداشتیم بی کس و بی گنج فراوان، پنداشتیم عاجز و پامال حیات است. سلامت باشید. این جشن ها رو میبینیم راستی آدم میخواد تیستر مراد همین گونه جشن ها رو یعنی که انسان ها برپا کنن، اما من باز فکر میکنم که نه هر شاعر به مثل استاد لایق اینقدر زنده ایماند. جشن استاد لایق مبارک باد و البته من همچون یک پیرو استاد زادروز من نیز امروز است. به همه شما تبریک. مبارک شما. در آغاز با یک شعری در آوان جوانی گفته استاد لایق و سپس با یک شعرگونه خودم شما را با 85مین سالگرد این شاعری بزرگ ملت تبریک و تهنیت میگویم. خواهم بکنم نام تو را در تن هر کوه، تا از بن هر سنگ گلی نام تو روید. خواهم بکشم طرح تو را در ورق سنگ، تا هر ورق سنگ پیام ز تو گوید. خواهم که به کف گیرم و طفلانه ببویم، خواهم که به کف گیرم و طفلانه ببویم. چون کاکل تو کاکل این شرشره ها را، از آنچه گذشته است به یاد تو ز قسمت. پرسم همه پیراهی کوه و دره ها را. خواهم به لب رود روان آیم و پرسم، بخت من گستاخ چرا لب نزده رود. آن یار گذشت از بری تو گل به سر گوش، از بابت من با تو یگان گپ نزده رود. خواهم بله آنقدر بخواهم که تو را باز بینم، به همان نشأه احساس محبت آغاز کنم زندگی شاعریم را از نو به همان لذت آغاز محبت.
تاریخ زنده ما در پنجکند باشد، فرهنگ آریانا در پنجکند باشد. این جای هم سمرقند یک ایستگاه دارد، دروازه بخارا در پنجکند باشد. این سوی کاخ لایق، آن سوی کاخ عالم، شعر و سرود والا در پنجکند باشد. جام جم است سرشار چون از شراب گلگون، بزم و طرب گوارا در پنجکند باشد. طلایی اند دلهای مردمان این شهر، یک رود سوخت طلا در پنجکند باشد. پاک است اگر نگاه، صاف است اگر نهاد، صد چشم سار و دریا در پنجکند باشد. با ریزدوزی خود مشهور بانوانش، نقش و نگار زیبا در پنجکند باشد. این جای کودکان را حتی شما بگویند، حرمت هنوز بر جا در پنجکند باشد. عمدتاً در این گونه سال جشنها ما نتیجه کارهای انجام یافته را پیش رو می‌آوریم و باید در این برابر بیاندیشیم که چی کارها را نکردیم و باید بکنیم. درباره استاد لایق تا امروز مقاله های علمی، پوبلیسیستی، لوحه، مصاحبه و دیگر نوشته ها روی کار آمدند. کتاب های خودشان زیاد نشر و بازنشر شدند و وقتی ما به ادبیات جهان رو می آوریم، مردم کشورهای دیگر به بزرگان ادبیات خود در برابر چنین کارهای مهم را به سامان رسانیدن، درباره بزرگان خود فیلم ها، سلسله فیلم ها، فیلم های بدیعی، حجتی و مانند اینها را، حتی اثرهای صحنوی را تهیه می کنند که سالهای زیاد مورد استفاده قرار می گیرند و ما اقلاً همان شاعران مشهور روس یا خلقهای دیگری سابق اتحاد شوروی را به یاد آوریم که شعرهایشان را استاد لایق ترجمه کردند و مانند سرگئی یسینین که درباره او چقدر اثرهای صحنوی، فیلم‌های بدیعی و حجتی ساخته شدند که تا حال ارزش خود را گم نکردند و ما از این جهت هم باید به ایجادیات لایق، استاد لایق نظر اندازیم. چو از مادر به دنیا آمدم، مرا در گهواره بسته بودند، سری گهواره‌ام بنشسته یاران، برایم نام لایق جسته بودند. سرودها از ایجادیات لایق شیرعلی در اجرای دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان ارکین آدینایف، در رقص گلدختران انسمبل رقصی دلارا و دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی. این همه پروازها از فیض ارشاد من است، این همه آغازها از خاک بنیاد من است. این همه آزادی و آزادگی مرد و زن، یک تلاشی حق گزاری روح آزادی من است. لیست برم به تو، به بحر برم به تو، دنیاست بسانی گور اندر نظرم به تو. از بام دری عمرم خورشیدی رو خط می تافت، جز درد نمی بارد از بام درم به تو.
درد نمیبارد از بانو درم به تو اهلی دل بودم به دردی سر بودم هم دردی دلم به تو هم دردی سرم به تو هم دردی دلم به تو هم دردی سرم به تو درازم نیست آن نازو نیازم نیست کوته سفرم به تو کوته نظرم به تو یک ریزه جان دارم باز آکی فدا سازم ورنه با هزار غم جان می سپرم به تو ورنه با هزار غم جان می سپرم به تو گر نگذری یک روزه از کوچه دردی من از کوچه این دنیا من می گذرم به تو از کوچه این دنیا من می گذرم به تو نیست برم به تو به بحر و برم به تو دنیاست بسانی گور اندر نظرم به تو از بام و دری عمرم خورشیدی رو خد می تافت جز درد نمی بارد از بام و درم به تو جز درد نمی بارد از بام به تو بیمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند بیمان تا در جوانیم جوانیت نشان ماند تو با آن حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی بیمان از در
بعدی هزاران سال مرا چون اوست تو خانی رو دکی از خاک میکابی نمی آیی نمی جویی ولی بعدی هزاران سال مرا چون اوست تو خانی رو دکی از خاک میکابی محبتی من محبتی من محبتی عالمگیری من ای عشقی من آه عشقی من ای عشقی عالم سوزی من بیمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند بیمان تا در جوانیم جوانیت نشان ماند سخن به رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده و سردبیر روزنامه تاجیکستان شریف همدمپور. مرحمت. در دلی شبها دلم گم میزند. من تو را میخواهم و ناز تو را در میان چار دیوار خیال بشنوم از دور آواز تو را. من فدای نازبالین تویم من گدای ناز شیرین تویم از تو و از عشق شورانگیز تو تلخ و شوری هاست در جام دلم عشق تو آغاز و انجام من است این ندا را بشنو از نام دلم من فدای نازبالین تویم من گدای ناز شیرین تویم. خوش آمدن. هستی هر یک ملت مربوط معنویات اوست. شاعر منبع معنویات است. اگر که شاعر روح ملت است شاعر هستی ملت است. اگر ما به قدر شاعر نرسیم و قدر شاعران خود نرسیم ما به قدر هستی ملت وجدان ملت نمیرسیم. درباره استاد لایق سخنان زیاد گفتند. ما فقط یک به حیث یک ژورنالیست به حیث یک روزنامه نگار به حیث یک سردبیر همین قدر کار کرده میتوانستیم که یک نشر مخصوصی روزنامه رو در شکل مجله چاپ کنیم که پره به فعالیت و گفتار بزرگان درباره بزرگوار لایق شیرعلی گفته شده است و این دسترسی هر کدام شماست میتوانید مطالعه کنید. حرفی رو میخواهم بگم که تشکر به رئیس محترم عبدالخالق که چنین ابتکارات بزرگ رو در این مرکز فرهنگی تاجیکان پنجکند بوستانی به راه ماندن. پنجکند مرکزی است که بزرگان فرهنگ در اینجا به دنیا آمدن و به شکل گرفتن فرهنگ ملت نقش بسیار بزرگ باختند و قدردانی آنها این بزرگی شخصانی است که آنها رو قدردانی میکنند. شما عبدالخالق همین کار رو به انجام رساندید. تشکر زیاد. این اقدام‌هایی هست که فقط شخصیت‌های دارای معنویات بسیار بزرگ این کار را کرده میتوانستند. در پنجکند این کار را سال 1939 به فکرم رئیس پنجکند اسویف بودن اون کس کردن که همین همه روزه از احوال استاد عینی در سمرقند خبر می گرفتن. همه روزه هر هفته
تامین میکردن استاد عینی رو با همه نیازهایی که اون کس داشتن و بعدا استاد باباجان غفوروف دستور دادن که پنجکین باید با هرچی ناز و نیازی که استاد عینی در سمرقند دارن اون رو تامین کنن. و من فکر میکنم که شما حاضر میسیه بسیار بزرگ رو اجرا کردید و همون خالگی فرهنگی که در همین منطقه جای داشت همین را پر کرده. هر جایی که یگان جای معتبر خالی نمیماند، آن را با یک اطلاع خوب است یا بد است پر می شود و بزرگی شما در آن است که همین خالیگاه را با معنویات، با بزرگداشت بزرگان پر کردید. یک زمانی از باباجان غفوروف میگویند که من یک کتابی دارم درباره استاد، در یک نوشتجات دریافتم. باباجان غفوروف میگه که ما میتوانیم استحصال پخته را به 1 میلیون رسانیم، لیکن با این کار نامبردار ملت تاجیک بوده نمیتوانیم. نامبرداری ملت تاجیک در درک معنویات آن است، در بالا بردن معنویات آن است، در زنده کردن فرهنگ نیاگان ما است. همین فرهنگ نیاگان را شما زنده کردید. مبارک باشد زادرودی استاد و ابتکار شما. تشکر. سرود از ایجادیات لایق شیرالی در اجرای هنرمندان بخش فرهنگ. یک چند جوان شوخ و سرکش باشیم، سودا زده عشق پریوش باشیم. گویند که مشت خاک ماند ز آتش، تا خاک شویم باید آتش باشیم. مشتاب یک دم ساربان کز گریه پایم در گل است. رحمی کن سرگشته را پا در گل و ره در دل است. رحمی کن سرگشته را پا در گل و ره در دل است. من خود نخواهم سوزی جان هرگز با آسانی جدا. من خود نخواهم سوزی جان هرگز با آسانی جدا. از جان جدایی میکند تارم باید مشکل است. از جان جدایی میکند تارم باید مشکل است. بمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند. بمان تا در جوانیم جوانیت نشان ماند. تو با آن حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی؟ بمان از درد عشقی تو در دلی من نشان ماند. محبتی من محبتی من محبتی عالم گیری من. ای عشقی من ای عشقی من ای عشقی عالم سوزی من. ای عشقی عالم سوزی من.
و مثل ما کسی شیدا نباشد شما عاشق ترین دنیا نباشد و مثل ما کسی شیدا نباشد شما عاشق ترین دنیا نباشد من از ابروی پیوستی تو خواندم جدایی در میان ما نباشد من از ابروی پیوستی تو خواندم جدایی در میان ما نباشد گلی من ای گلی من ای گلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من گلی من ای گلی من ای گلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من عروسی خوش قدی چلکا کلی من تو تراوش نوری که در شبان سیاه دید تو تراوش نوری که در شبان سیاه دید نگهبان منی تو آسمان منی و یا در آسمان محبت هماشان منی و یا در آسمان محبت هماشان منی نگهبان منی تو آسمان منی قرائت شعر از ایجادیات استاد لایق شیرعلی در اجرای هنرمند تئاتر دولتی به نام کمال خوجندی حکمت الله احدов دلم پرواز میخواهد به هر جایی که ره دارد خیال من دلم پرواز میخواهد دلم در هر چی میبینم به چشم دل زنو آغاز میخواهد دلم بسیار میخواهد که من با عقل امروزی همه آن شعرهای گفتم را از دگر گویم هر آن راهی که سوی منزلم برده است زنو یابم زنو جویم دلم بسیار میخواهد که بر هر وعدگاه باری دیگر آیم و آن دلبر سراپا غرق اندر خنده سرشار مستانه به سویم بالافشان چون ملک از آسمان آید حریر بالهایش بر درخت و بامهای شهر در ماند ولی او از فضای پرغبار شهر چنان که در جوانی بود به سویم ناگهان آید جوان آید دلم بسیار میخواهد که بار بازگردم بر جهانی بسری هایم روم بر خانه آن همدهان خود که با سنگی کمان غلک شکستم شیشه هاشان را روم تا معذرت خواهم روم تا مغفرت خواهم دلم بسیار میخواهد که بار بازگردم بر جهان کودکی هایم روم بر لانه آن مرغکانی به پناهی پشته و شخها برم آن بیضه هایی از خطا دزدیده خود را
که زیر بال مادرهایشان ترکند، که روید بالشان در زیر بال شفقت مادر. وگرنه اتفاقا چون شکست آیدم در ره، وگرنه در کجا امید پروازم شود کوتاه. به یادم لانه آن مرغکانی بی پناه آید. دلم بسیار می خواهد که بار بازگردم بر جهان کودکی هایم، که از نو مادرم را خندرو بینم. با او گویم که ای مادر، به یادت هست زمانی کودکی گاه به بیماری زدم خود را، که تا دانم دلت بر کودکی بیمار می سوزد نمی سوزد. برای بسترم گریسته بودی، خدایان را تولا کرده بودی. کنون از راستی بیمارم ای مادر، کجایی تو؟ کجایی تو؟ من از تو راضیم تا زندگانی هست، مگر از من رضای تو. دلم در هر چی کردم در مرور عمر کوتاهم، زینو آغاز می خواهد. دلم اندر فضای زندگی رفته از دستم، زینو پرواز می خواهد. چنان پرواز می خواهد که گویی من نه در روی زمینی پرگناه باشم، که گویی من شبح باشم. به صحنه هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان افضل شادیف را استقبال میگیریم. در خیرتمند پشیمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین باید خیرتمندی دیگر. خلق به فرزندی عالمگیر نیست، باز یابد مادری تاجیک فرزندی دیگر. بس که کامی تاجیکان را با سخن برداشتن، بس که کامی تاجیکان را با سخن برداشتن.
خیساوند دگر تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی خیلی هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بندی اجل نخوری چه کنی خانمانی خود پوری سنگ بد و تنگی بسندگار مباش تنگی گور و زندگانی تنگ براحت پرده های دیده پاینداز می کرده بر ناکسانی زندگی گردن ندادیم از زیر تیغ با سری بالا گذشتیم از گوشگرانی ناکسان با کنست فریاد تو در گلوی ملت باقیست ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم در برگ گل که شبنم بودیم یا نبودیم کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه با یاری خویش همدم بودیم یا نبودیم بین من و عرش است کشمکشی تن به تن فرزندها مادر شناس توی وطنم بوی گلی تر دارد هر کوی وطن نموی مادر دارد
دارد شکرانه کنیم. تاجیکستان عزیز مانند جناب عالی سرور دارد. عطر جوی مولیان و نکهتش مازی شعری رودکی بویده. عطر جوی مولیان و نکهتش مازی شعری رودکی بویده. ما همه از آب رودک خورده، ما زی دردی رودکی رویده. ندانیم نشان چیست، تا تشنه نمانیم نجویم رهی آب، تا گوش نمانیم ندانیم که نان چیست، تا بار نسوزیم ندانیم که خامیم، تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیست. ناشکری ما، ناشکری ما، ناشکری ما بر نمک عمر زیاد است. تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست. امروزی که استاد بیمارستان فرامدن من با همراه ورزابه بودیم. سحر و کس ساعت 3 خیستم، من از ساعت 6 یاب گفتم. ما خانه اکا شریف جورایف آمدیم با پسرشان اکای دلاور خدا رحمتی شهتود میخوردیم. ساعت 5 من از خانه اکا شریف جورایف به خانه خودم زنگ زدم. خاندانی من بگفتن که حضرتان لایق شیرالی بسیار در وضعیت بیزید در بیمارستان قربالا و ما آمدیم با استاد ساربان علی اکبر عبدالله. همون در آمدگیم 10 روز من از بیمارستان نبر آمدم و 3 بار استاد به خود آمدن، به هوش آمدن و بسیار جوان مردانه در همون وقت هم جوان مردانه سخن گفتن. یگان وقت استاد لایق از سخن جوان مردی کم نبودن. جوان مردیشان تا آخری عمرشان بود، حتی از اجل نترسیدن. روحشان شاد باشد. این سحر در مزار شریف بسیار راهها تعمیر شده است، خانه موزه آباد شده است، مردم خرسند و این پنجکند باستانی با بسیار زیبا شده است و این جشن بسیار به یک درجه عالی ما جشن میگیریم. تشکر میکنم به رئیس محترم شهر پنجکند و همه شما اشتراکداران و همه مهمانان که اینجا حضور داریدن. هزار تشکر. استاد کمال نصرالله میدانند ما هر دو ما همچون فرزند بودیم و استاد 25 سال ما استاد یگان روز جدا نشدیم. قریب که شب و روز همراهشان بودیم. بابای عبدالنبی ستارزاده، بابای لایق، دارادوست، ولی سمد، اکبر ترسون، دیگر دوستای استاد لایق ما جمع میکردیم و صحبت میکردیم و امروز استاد 85 ساله شدن. استاد 100 ساله ها نام لایق جاویدانی خواهد ماند. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. سینا رسید بر سرم دردم دوا نشد. در کامی کو رفتم رانم روا نشد. نوان شدم تا بخشمش نوا. نوان شدم تا بخشمش نوا. روزه کی من نوان شدم یک هم نوان شد. سینا رسید سرم دردم دوا نشد.
اگر بوده است آسان گردان زی آبی چشم من یک آسیانه شد یار یاری گم شده در دشت اشتیاق بوده ما دو چشمه دریا چرانه شد بوده ما دو چشمه دریا چرانه شد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد همه کنه بودم راضی ما و تو قسمت رضا نشد هر تیر کی به من زدم از من خطا بجست اما امانی جانم از تیری خزانه شد اما امانی جانم از تیری خزانه شد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد سوگند خورده بودم از من وفا نشد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد دردم دوانه شد دردم دوانه شد دردم دوانه شد روحی تو زیر خاک آرام
چهره گرمت در قیامت ایمان دیدار پدری مهربان و غمخوارا در قیامت ایمان دیدار پدری دهقانم تو همه خواستی دهقان باشم نروم یک قدم از ده بیرون بنده مسلح و ایمان باشم تو همه خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست تو همه خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست تو همه خواستی ملا باشم بس که درد نده یک ملا نیست ببخشا بر من پس تقاضای تو بیرون رفتم عاشقی برد مرا با رهی خود دنیا از پی مجنون رفتم پدرم باز ببخشا بر من گر نمانم بی تو من دهقانم نسخه پاکی تویم در دنیا من سراپای تو را میمانم دهقانی شعر بنیادی همه مسند هاست شعر تخمست که سبزد زردیل شعر قرآنی همه ملت هاست شعر تخمست که سبزد زردیل شعر قرآنی همه ملت هاست بول پرم تاج سرم پدرم ای پدرم جان پرم پدرم ای پدری پرهنرم سوزشگهی انسان چنین بوده است خواهد بود حیات افسوس به پایان چنین بوده است خواهد بود خیانتکاری نامردان ملامتکاری به دردان محبت غارتی ایمان چنین بوده است خواهد بود
آغشته اجدادی ما و توست زمین میراث این بر آن چون این بوده از خواهد بود خیانتکاری نامردان ملامتکاری بیدردان بدغارتی ایمان چون این بوده است خواهد بود اگر ما دل جوان باشه دنیا هم جوان ورنه فلک یک پیر بیدندان چون این بوده است خواهد بود بیا جانا به مهمانی بیا جانا به مهمانی قدح گیریم و پس میریم زمان میزبان و ما مهمان چون این بوده است خواهد بود بیا جانا به مهمانی شنو الفاظ ربانی زمان میزبان و ما مهمان چون این بوده است خواهد بود خواهد بود الهو همتان با آیله هاتان خوشبخت باشتان ما با شما زنده باد استاد لایق روی گندم داری و چشمانی جادون نازنین میکشی آخر مرا با دلی ابرو نازنین ششته بودم نیمی شب که ششته بودم نیمی شب که تختخی در بازه شد آمدن هایی تو یاد آمد خمارم تازه شد روی گندم داری و چشمانی جادون نازنین میکشی آخر مرا با دیگه ابرو نازنین ششته بودم نیمی شب که ششته بودم نیمی شب ششته بودم نیمی شب تختخی در باز شد بروی رهگلی پشمرده دیدم لگن مال است و مینالت نهانی زمان زبی کاکل بودم اکنون جوانی با جوانی با جوانی میدیدم نان پر از بالی کبوتر به دستی مادرم با بیزبانی بروی نان زده هر بار میگفت جوانی با جوانی با جوانی شاخی خدیره درختی پیری به شاخی خدیره شنیدم با زبانی نوحخانه
و هم یک مهگذر میگفت و میگفت جوانی و جوانی و جوانی گرچه در هر کاری حیرت و مثل پندی سعدی جاویدانی ولی آن کیست که هرگز نگوید جوانی و جوانی و جوانی برایاری زرفشانی جوانی را جهاز از لعل ای شوخی بدخشانی جوانی را چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود و نادانی و حیرانی و سرسانی جوانی را و نادانی و حیرانی و سرسانی جوانی را کاسه زرین کجا آن کاسه و آن کاسه گردانی جوانی را میگفتی تلخ و دردی اینامه های سوزناکم را خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی را خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی را میریزم اختران از آسمان برخواد با که رهزنی برمون جوانی رفت ای سبزینم میدانی جوانی رفت ای سبزینم میدانی جوانی رفت Thank you very much. در دل
حسنجان نوراللهیف ارتیست خدمت نشان داده ازبکستان از شهر سمرقند آمدگی یک سرود خواندنشان در کار که همین راه گذشته رونده است بیگا حسن اکا ببخشید اکا جان که چه رسیده. السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان عزتمند. امروز در حقیقت تمام روی دنیا استاد لایق روز تولدشون نشان کردن. من افضل شکر اگر خطا نکنم قریب 30 سال واسه اکاوکا روبیا این کسا خوانشان استاد لایق کردی بسیار میشتیم. هر هفته یک بار آش میکردن میشتیم صحبت میکردیم. افسوس که همون وقتا دیگر تکرار شدنش گمان. گرچه من کوتاه دستم که درمان نیستم
توی تاجیکستانی است سلام دوستان سلام تشکر. حالا سخن را به شاعر بزرگمهر بهادر میدهیم. مرحمت. اگر رود بخشکد باز رود آید از کوهسار، اگر احساس ما خشکد، اگر عشق دلی ما و تو خشکد، جای فریاد است که به او بهر ما نه نشأه عمر نه ایجاد است. اگر کشتی نسبزد سال دیگر باز می سبزد، نسبزد گر امیدی ما، نسبزد گر محبت در دلی ما، جای افسوس است که فقدانش نزدی بخردان همواره محسوس است. اگر کوه شود از یارچ یکسانی زمین غم نیست، اگر دردی محبت کم شود جای پشیمانی است که به او در نگاه من فلک از اختران خالی است، زمین و آسمان از عاشقان و شاعران خالی است. بگردون اخته گر مرد گردون باز خواهد بود، اگر عشق دلی ما مرد جای گریه و زاری است که به او آدمی خود را نمی یابد، به چشمی آدمان آدم نمی تابد. جهان بیچاره نالی نیست میدانم که باید زندگانی کرد، در این دنیای پیر و بیفنا باید جوانی کرد. تو پیوندی منی بر روزگاری تازه الحق، تو پیوندی منی بر نوبهاری تازه الحق. تو میدانی ولی گاهان نمیدانی، تو میدانی ولی گاهان نمیدانی که عشقی ما چنان باید بماند گرچه ما میریم، که عشقی ما جوان باید بماند گرچه ما پیریم، که تا امروز اسیان بود، طوفان بود، سوزان بود. سلامت باشید. همدیاران عزیز، به صحنه هنرپیشه خلقی تاجیکستان بهادر نعمتوف را استقبال میگیریم. مرحمت. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، اون همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندیم حسرت میخوریم، از پس خوبان دویدن هم غنیمت بوده. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده. آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر در نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. بهترین گنجی که آدم یافت در سیم و زر است، بهترین گنجی که گم کرد و محبت.
وقتی گل خار مرا یاد کنی. چون گل سنگ ز کهسار مرا یاد کنی. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد. غم و شادی جهان در دل من خاک شده، سر هر شادی و تیمار مرا یاد کنی. هرگهی جام به کف مست و گران جان خوانی، شعر خیام به تکرار مرا یاد. من همانم که شما دیده و کف کوفته اید، با همان ننگ و همان آه مرا یاد کنی. شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهینم پیدا شدن در افق شام. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهینم پیدا شدن در افق شام. شب بخیر همنشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر همنشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. روز یک روز گذشت و در رفت، صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در رفت، صفحه را از کتابی زندگی. ای خوشا کس کی در این رد و بدل، شوید و یابد حسابی زندگی. ای خوشا کس کی در این رد و بدل، شوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر، شب بخیر مهمانان، شب بخیر، شب بخیر میزبانان، شب بخیر. چشمهای خیره بینی مادرم، دورم از او تا کی باشد دست یار، در نفسهای پسینی مادرم. دورم از او تا کی باشم دست یار، در نفسهای پسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر
شب بخیر شب بخیر هم زمینان شب بخیر شب بخیر هم دیاران شب بخیر شب بخیر هم زمانان شب بخیر شب بخیر مهمانان شب بخیر شب بخیر میزبانان شب بخیر شب بخیر دوستداران شب بخیر شب بخیر کامداران شب بخیر شب بخیر همدیاران شب بخیر شب بخیر همزمانان شب بخیر. سلامت باشید. خوش آمدن مهمانان عزیز. این دمی خوشم گذشت و باز هم خواهد گذشت. عمری ما با یاد این دم دم بدم خواهد گذشت. ای بسا دریا بیخوش کرد تا بداند روزگار، مثل ما دریا دل از دهر کم خواهد گذشت. با همین برنامه فرهنگی و معرفتی مادر یک توست تاجیکستان یک توست بخشیده به 85مین سالگرد شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی حسنی انتها می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.